موضوع مناظره بحث همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین هست. هدف و نتایج ما در این برنامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. شروع کننده ایشون خواهد بود. قبل از برنامه هماهنگ کرده بودیم، البته اگر ایشون نظرشون تغییر دادن میتونن بفرمایند، در غیر این صورت طبق همون هماهنگی که قبل از برنامه بود فرصت ها اتاق فرمان 4 دقیقه ما در نظر گرفتیم، اما اگر تغییر دیگری آقای سیمرغ دادن شما هم اون رو اعمال کنید. خدمت شما هستیم جناب آقای سیمرغ، بفرمایید. خوش آمدید. درود بر شما جناب آقای استاد هاشمی عزیز. ممنون. خب با 4 دقیقه در هر فرصت موافق هستید یا مایل هستید سیستم به نحو دیگری باشه؟ قبل از هر چیز من عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه شما و ممنون بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. مشکلی نیست قربان، همون 4 دقیقه کفایت میکنه، چون منم یکم دیر رسیدم، پوزش میخوام. تصویرم اگر واضح نیست در حال خودتون میدونید بنا به شرایط امنیتی چون در رفت و آمد هستم بایستی ببخشید. بسیار خوب. همونطور که هماهنگ کرده بودیم یا حضرت عالی خواسته بودید تصویر رو فعلا بینندگان ندادن، فقط صدا هست به دلیل شرایطی که قبل از برنامه فرمودی بودید، شرایط امنیتی است. ما سعی کردیم که این شرط شما رو اجرا کنیم و تصویر شما رو ندادیم. به هر صورت 4 دقیقه اول اتاق فرمان لطفاً بفرمایید. پوزش میخوام، تصویرم هست بگونی، حالا افکت زدم زیاد مشخص نیست، نمیخوام بیننده ها کسل بشن، میتونید تصویر رو بذارید، مشکلی نیست. پس اتاق فرمان لطف کنید تصویر جناب آقای سیمرغ رو هم بدید، بینندگان عزیز تصویر آقای سیمرغ رو هم داشته باشن. خب اگر مایل هستید و حرفی ندارید آقای سیمرغ شروع خواهیم کرد، چون 40 دقیقه وقت تا پایین برام بیشتر باقی نمونده. تصورم این است که وقت‌های آخر ما به 2 یا 3 دقیقه مجبوریم تنظیم کنیم تا اینکه فیکس بشه. 4 دقیقه شما شروع خواهد شد و مطالبتون بفرمایید، میشنویم. خب عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز شبکه جانی کلمه. بنده با نام ایران و ایرانی آغاز میکنم. ببین جناب آقای هاشمی عزیز، بنده به عنوان یک پژوهشگر ساده حوزه ادیان ایرادی نه تنها بنده، کل افرادی که در این حوزه فعالند، ایرادی که میگیرند از اسلام، یک قسمتش بحث همسران پیامبر اسلامه، زوجات النبی، یعنی بر اساس حکم الله که فصل الخطابه و پیامبر اسلام به گونه‌ای حاکم اسلامه و بایستی پیرو این آیات باشه. ما میبینیم که بر اساس سوره نساء آیه 3 اگه اشتباه نکنم به صراحت گفته شده که هر شخص مؤمن میتونه تا 4 همسر داشته باشه. اما خب خود ایشون به جز حالا کنیزان بیشمار حدود 15 نفر همسر اختیار کردند و در زمان فوتشون 11 همسر از ایشون به جای موند. خب سوال اینه چرا بایستی خود شخص پیامبر اسلام جدا باشه از این مباحثی که آیات قرآن هست، دستور الله هست و هدف از این همه ازدواج چیه؟ من اگه مقدور وقتم رو بذارید برای تایم های بعدی و اگر نه خب میتونم ادامه بدم جناب هاشمی عزیز. بسیار خوب. چرا نمیدونم اتاق فرمان این دیگه مدیریت وقت رو شما لطفاً در نظر بگیرید. ایشون گفتن که من وقت خودم رو زیاد استفاده نمی‌کنم. خب براشون لطفاً یه جایی ثبت کنید که تعداد وقت هایی که ایشون استفاده کردن 4 دقیقه داشته باشید. بسیار خوب. مجددا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله. شروع می‌کنیم. مطالب مطرح فرمودید. من برای اینکه یک سری ابهامات روشن بشه، پاسخ چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم غیر از مسلمانان باشه، به تعبیر شما چرا بیشتر از 4 همسر داشته باشه؟ حالا 15 همسر گفتید، نمیدونم گفتید کنیزهای بیشماری داشته. حالا فرض بر این میگذاریم که این مطالبی که شما فرمودید صحیح است، برای اینکه نمیخوام وارد جزئیات بشیم. من دوست دارم چون حضرت عالی یک خدا ناباور هستید، بر اساس همون خدا ناباوری از نظر شما خدا ناباوران یک انسان چه اشکالی داره 1000 تا نه 500 تا زن داشته باشه؟ یعنی با 500 تا زن رابطه داشته باشه، با 500 تا نه 250 تا مرد رابطه همجنسبازی داشته باشه،
با 10,000 تا الاغ و سگ و حیوان رابطه عاشقانه داشته باشه، نه رابطه جنسی، عاشقانه. از نظر خدا ناباوری آیا این اشکال به شمار میره؟ یک انسان مصلحت شخصی خودش رو در نظر گرفته. من میخوام بر اساس اون به یک نقطه مشترکی برسیم تا بریم وارد جزئیات بشیم. منم وقت خودم ذخیره میکنم برای فرصتهای بعدی. بفرمایید. بسیار عالی. ببینید جناب هاشمی عزیز، من دوست داشتم سوال بنده رو با سوال پاسخ نمیدادید. سوال من خیلی ساده بود. گفتم هدف از این همه ازدواج داشتن کنیز، همسر، بهتر بگیم البته چون ذیل همبستر اینا خلاصه میشه. ما میتونیم تجمیع تواریخ رو در نظر بگیریم. از 48 تا 52 نفر رو عنوان کردند. گفتم هدف چه بوده و چرا بایستی یک انسان که پیامبر الله هست، خاتم هست، فخر کائنات هست، این همه همسر داشته باشه، کنیز داشته باشه. حالا بماند شیوه به دست آوردن کنیز بر اساس آیات و احادیث، اما سوال بنده رو با سوال پاسخ دادید. گفتید چرا باید انسان رابطه جنسی با 10 نفر 100 نفر؟ چرا؟ چون از دید ما ایراد داره، از باب اخلاقیات ایراد داره. جناب هاشمی عزیز، اخلاق انسان اجازه نمیده که یک نفر بتونه همزمان با چندین نفر رابطه داشته باشه. نه از لحاظ وقت به اونا میرسه، نه از لحاظ اخلاقیات کاری درستی است. این خیلی راحته چون بحث ما اخلاقیات اسلام و خدا ناباور نیست. من سعی میکنم در حیطه موضوع که همون قرآن و احادیث و تجمیع تواریخ هست صحبت کنم. ممنون میشم پاسخ سوال بنده رو بدید، چون سوال اگر وقت بود حالا هفته بعد یا روزهای آتی میتونیم صحبت کنیم راجع به همین اخلاقیات یک خدا ناباور. ممنونم. باش اتفاقا وقتی ایشون هم از 4 دقیقه کمتر شد یادداشت بفرمایید. باشه، حالا من پاسخ شما رو خواهم داد و میریم سراغ مطلبی که حالا شما مطرح. ببینید، پیامبر اسلام از دیدگاه ما، پاسخهایی که خدمت ما بدم، اگر برگردیم سراغ ازدواج رسول الله، اولین ازدواج رسول الله 25 سالی بود، با یک بیوه زن 40 ساله ازدواج کرد. امروزه نادر یا معدود جوانهایی هستند که این نوع ازدواج رو بپذیرند. عاقلانه نیست. اگر یک انسان شهوت بازی باشه، آقا تا سن 25 سالگی صبر نمیکنه، تا 25 سالگی هم صبر کنه، نمیره یه زن 40 ساله بگیره. بعد از اون حضرت رسول صلی الله علیه و آله با سوده ازدواج میکنه. علت ازدواج با سوده یک زن مسنی بود، به دلیل اینکه از خانواده ابو جهل بود و شوهریشون فوت شد. اگر رسول الله باش ازدواج نمیکرد ناچار بود زیر دست ابو جهل اسیر میشد و این اتفاق. حالا یکی از مهمترین مسائلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج انجام دادن، در بین عرب ها سیستم قبیله‌ای وجود داشت و عرب ها خیلی پایبند به سیستم قبیله‌ای بودن و اگر یک شخص ازدواج میکرد با یک قبیله دیگر، به تعبیر میگه نون و نمک هم دیگر خوردن بود، در جلو جنگ ها خونریزی ها گرفته میشد. و مدیریت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ببینید که همه همسرانش بیوه زن و بعضی از این همسران بیوه زن 50 ساله و 60 ساله و همونطور خدمتتون عرض کردم مسن‌تر از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. با این تکنیک رسول الله اومد جلو خونریزی های زیادی را گرفت. خب قبیله ها میگفتن که بله این دیگه جزو قبیله ما شده، دیگه ما نمیتونیم با قبیله خودمون بجنگیم. این یک مطلب که لازم هست بهش توجه بشه. موضوع دوم، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم معلم هست، راهنما هست. این راهنما ریز ریز اعمالش برای ما درسه. مثلا صحابه وقتی نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را توضیح میدن، میگن که بله دیدیم رسول الله صلی الله علیه و سلم دست را بالا برد، دیدیم رسول الله سجود کرد، دیدیم رسول الله امور عمومی رسول الله دیده میشد. و همینطور نیاز بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سری شاگردان خصوصی در منزل داشته باشه. این شاگردان خصوصی در منزل
اعمال خصوصیشون من حیث تعلیمات دینی انتقال میدادن، همونطور که حضرت عایشه، حضرت ام سلمه، حضرت سعوده، دیگر حضرات گفتن که بله رسول الله صلی الله علیه و آله این گونه استراحت میکرد، این گونه قضا حاجت، این گونه غسل، این گونه فلان، این گونه فلان، برای اینکه تعلیمات دین بود. اگر یک نفر بود چه بسا اون فراموش میکرد. این هم دلیل دوم یا هدف دوم از این ازدواج ها. مورد دیگری که پیش میاد بحث کنیزهایی که شما گفتید. در سیستم اسلام اگر اسلام قانون کنیز و بردهداری رو من حیث قانون اسلام بود، خب مثل حجابی که امروز زنان مسلمان حجاب دارن یا مثل مردانی که ریش دارن بایستی کنیز و برده هم امروز وجود داشت، یا حداقل تا 30-40 سال قبل مثلا وجود داشت، در بین مسلمانان مد بود. در حالی که ما میبینیم در کشورهای آمریکا و غیر ذالک بردگی نیازی نیست ما سراغ اونها بریم. حضرت علی فرمود در تاریخ مطالعه دارید و اینها، خب میبینیم که بردگی در بین اونها بود. اسلام قبل از کشورهای غربی بردگی را منقرض کرد با تکنیک های زیبا بسیار زیاده. میگه اگر شما به ناحق یا به باطل، ببخشید به اشتباه یک نفر را کشتید، یک برده را آزاد کنید. اگر شما قسم خوردید و قسمتون رو اجرا نکردید، یک برده را آزاد کنید. اگر شما نمیدونم فلان کردید، یک برده را آزاد کنید و زهار و غیر ذالک، همه برده آزاد کن، برده آزاد کن. یکی از من از طلب سابق خودم اتاق فرمان استفاده میکنم اگر وقت من تمام شده. خب 2 دقیقه و نیم اضافه من بدید. یکی از موارد اضافه بر اون این بود که اسلام آمد گفت اسرای جنگی چه زن چه مرد، شما بیایید زیرکی و ظرافت اسلام رو ببینید. گفت با این زنان که به نام کنیز هستن ازدواج کنید، وارد منزلتون بیاد. تبصره داد، گفت که این شامل اون قانون نمیشه. اگر وارد منزل شما شد و مادر فرزند شما شد دیگه کنیز نیست، ام الولد میشه. زیرکی اسلام رو ببین. خب و الان با اسرا در دنیای امروز یا گوانتانامو هست یا جاهای دیگه است، اسرای جنگی رو هیچ وقت اسیر جنگی بهش مدال نمیدن، تو زندان میشه، توقیف میشه. اون وقت در اسلام گفتن آقا جان اسلام زندان نمیتونه تأسیس کنه. گفت آقا جان این 4 تا اسیر مرد 4 تا اسیر زن تحویل شما، بهش برس، ازش کار بگیر، در مقابل بهش هزینه و زندگی تامین کن. حالا این به صورت کلی بخشی دیگر از اهداف باقی مونده. اما چون مطلبی هم این پاسخی که شما خواستید من پاسخ دادم، اما شما گفتید که از دید ما ایراد داره که یک مرد با مثلا 500 تا مرد دیگه رابطه همجنس بازی داشته باشه، گفتی اشکال داره. و یا یک مرد با 1000 تا زن رابطه جنسی داشته باشه، یا با 500 تا الاغ و سگ رابطه عاشقانه داشته باشه، نه رابطه جنسی عاشقانه. گفتید که اجازه نمیده اخلاق انسان. این اخلاق از کجا آمد که اجازه نمیده؟ چرا نباید اجازه بده؟ من این سوال پیرو موضوع بحث اخلاق اینجا نیست. شما میگید اجازه نمیده، از کجا آوردید که اجازه نمیده؟ چرا نباید اجازه بده؟ امروز ما در غرب میبینیم خیلی هم اجازه میده. یک خدا ناباور با حداقل 40-50 اگر لیست بگیر خیلی هم خوب، اون زنه هم خوشش میاد، خیلی هم راضی هم هست، ماهی یک دفعه با هم رابطه داشته باشیم. باز میخوام از خانواده ها مرد همجنس بازشم همینطور، اون الاغ و سگ هم رابطه سگ ما داریم. تصاویر من نشون خواهم داد، طرف با سگ ازدواج کرده بغلش میگیره. شما میگید اجازه نمیده، برای شخص شما درست اجازه نمیده، اما اون میگه برای من اجازه میده. چرا نباید اجازه بده؟ این که اجازه نمیده شما از کجا آوردید؟ میگید حرامه، مگر در آیین خدا ناباوری حرام و حلال وجود داره؟ چون شما میگید حرام هست در واقع. خب من 2 دقیقه و نیم خودم استفاده کردم، بفرمایید. هم پاسخ دادم هم مطلبی که مطرح شد ناتمام مونده رو میشنیم از شما. بله متشکرم. ببینید جناب آقای هاشمی عزیز، بله شما پوزش البته خیلی زیرکانه فرمودید اسرای جنگی رو تا حدودی میشه آزاد کرد، بند و تبصره آورده، اگر صاحب فرزندی بشن میشه ام الولد. اما خب اشاره کنید که آیا همون برده مهری دریافت میکنه بر اساس آیات قرآن؟ آیا مالی تعلق میگیرد از اون زن بخت برگشته‌ای که در طول یک جنگ اسیر میشه؟ آیا ارثی شامل اون زن خواهد شد یا نه؟ بر اساس سوره نساء آیه 24 ما داریم که زنان شوهردار بر شما حرامند الا، یک شرطی گذاشته. چه شرطی الله گذاشته؟ الا اونایی که تحت تملک شما در میان، ملک الیمین شما محسوب میشن، کنیز شما، یعنی یک زن آزاد بیچاره‌ای که توی قبیله خودش هست و یک گروه مسلمان
در صدر اسلام در اون جزیره العرب با گفتن الله اکبر میرن اونجا هجوم میبرند و اون زنان رو اسیر میکنن. الو تصویر خودتون مشکل پیدا کرده آقای سیمرغ. تایمرش هم استوب بزنید تا تا این مشکل فنی ایشون حل میشه. خب بفرمایید. الان صداتون هست و تایمرتون مجددا از سر گرفتیم. اون ادامه داده میشه در واقع. ببینید یک سری من تکرار میکنم کوتاه، یک سری زن آزاد که صاحب شوهر هستند، صاحب بچه هستند، یه گروه مسلمان در صدر اسلام میرن بهشون حمله میکنند، با گفتن الله اکبر اونا رو اسیر میکنند و یک برچسب حقیرانه به اسم کنیز بر پشت آنان میزنند. آیه هاشمی عزیز به این اشاره نکردید که بر اساس سوره نساء آیه 24 زنان شوهردار بر شما حرامند الا اونایی که کنیز شما، ملک الیمین شما. این یک مورد. دوم، اشاره نکردید که همون برده نه مهری دریافت میکنه، نه مالی تعلق میگیره، نه ارثی شامل اون میشه. حالا صاحب فرزندی بشه بهش میگن ام الولد. خب همون سوره نساء الا ماشاءالله خیلی آیات داریم که عدالتی هم برقرار نشده. جناب آقای هاشمی عزیز بین همسران پیامبر اسلام، شما گفتید اکثر همسران پیامبر اسلام بیوه بودند. بله، به جز عایشه بنت ابابکر که هم ثروتمند بود، یعنی بابت فخر با پیامبر اسلام ازدواج نکرد. در تاریخ هم داریم، از تاریخ طبری گرفته، از مغازی واقدی گرفته، در سیرت النبوی ابن شام هست. خاصی با ذکر مجلد و صفحه اون عرض کنم خدمتون که حتی ابابکر ناراحت میشه، میگه عایشه فرزند برادر اوست. حالا بماند که احادیث بیشماری داریم که عایشه ام المؤمنین 6 سال داشته و در 9 سالگی بنا به تعبیر ابن هشام در 10 سالگی پیامبر اسلام با ایشون زفاف میکنه، در حالی که خودش 54 سال داشت. سوده رو اشاره کردید، سوده بنت زمعه که همون میشه بیوه سکران که از اسلام روی گردان شد، فوت میکنه و بنا به واسطه‌گری خوله بنت حکیم که بعدها خودش رو هبه میکنه به پیامبر اسلام، خود خوله میاد هم سوده و هم عایشه رو بهش معرفی میکنه، یک بیوه و یک دوشیزه. اما خب کدوم تحکیم سیاسی جناب هاشمی عزیز؟ شما گفتید بابت اینکه قبایل تحکیم بشه از لحاظ سیاسی این مسائل. آیا صفیه بنت حیی بن اخطب که در فتح خیبر اسیر میشه و حتی داریم چند نفر ازش خواستگاری میکنه، اما پیامبر اسلام برای خودش برمیگزینه، در راه بازگشت به مدینه یکی دوبار ازش تقاضای زفاف میکنه، نمیپذیره. صفیه‌ای که ابو یاسر عموش، برادرش، قوم و خویشاش، حتی پدرش رو گردن زدند به خاطر گنج خیبر، ابو ایوب انصاری تو همون حجره دورش رژه میرفت و مواظب پیامبر اسلام بود. در حین زفاف شب تا صبح به جویریه بنت حارث ابن ابی زرار هم اشاره کنید. آیا ایشون در جنگ اسیر نشد و بعدها؟ ببینید آیا هاشمی عزیز، ما خودمون رو سعی کنیم در اون شرایط قرار بدیم، در اون شرایط رعب و وحشت، شرایط پوزش. میدونم وقتم تموم شد، اگه مقدور از 30 ثانیه اضافه پوزش میخوام. در اون شرایط رعب و وحشت جویریه بنت حارث ابن ابی زرار آیا بابت تحکیم مسائل قبایل بود یا نه؟ جنگ بود، حمله کردن 100 الی 150 به جز مال و اموال و غنایم بیشمار نصیب مسلمانان شد. جناب هاشمی عزیز، حالا بماند یه تعدادی هم بچه دار شد. من نمیخوام ورود کنم به تاریخ، به هر حال بنا به چون رشته خودم هست سعی میکنم پیرامون همون آیات و احادیث رژه برم. آیات بیشماری داریم که عایشه ام المؤمنین 6 سال داشته و در 9 سالگی با ایشون زفاف کرده، یا زینب بنت جحش که بر اساس سوره احزاب آیات فکر کنم 33 به بعدش هست، ایشون آیا با تحکیم قبایل بود یا نه؟ بر اساس همون سوره پیامبر خودش از زینب خوشش می اومد اما از مردم می ترسید و این آیه اومد. اتفاقا با آوردن همون آیات سوره احزاب مخصوصا آیه 50ش، عایشه بنت ابابکر ام المؤمنین برمیگرده میگه الله، در عجبم که الله برای، حالا پوزش میخوام، واژه‌ای من سراغ ندارم بهتر از این، برای حالا شهوت یا کامجویی تو آیات رو میاره. ببینید جناب هاشمی عزیز، کنیز در سیستم اسلام
ما میتونیم به همون سوره مؤمنون آیه 56 اشاره کنیم که به استراحت راجع به کنیز صحبت کرده که بله اگه پول نداری با همسر زن آزاد ازدواج کنی میتونید، حالا الا ماشاءالله که کنیز دارید بهشون به قول معروف هم بستر بشی. سوره نساء آیه 24 هم که عرض کردم راجع به غزوه حنین و حوازن هستش که صحابه شرم داشتند هم بستر بشند با اسیران جنگی، اما پیامبر اسلام با آوردن این آیه حالا از جانب الله یا هر چیزی تایید کرد. شما گفتید اسلام کنیز رو نابود کرده، نمیدونم بند و تبصره آورده، به نظر من تحکیم بخشیده. اسلام با آوردن همون بند و تبصره تحکیم بخشید. ممنونم جناب هاشمی عزیز، من سکوت میکنم در خدمتتونم. پوزش. ممنون، خواهش میکنم آقای سیمرغ. من بابت ادب شما اولا تشکر میکنم. کاش که همه خدا ناباورا مثل شما بودن، بسیار خوبه و این حقیقت بایستی روشن بشه. سوال ما رو اصلا پاسخ ندادید که این حرام در آیین خدا ناباوری از کجا آمد. چرا یه خدا ناباور با 10 تا 11 تا زن رسول الله که میگه ما رسول الله میگه 11 تا زن ارتباط داشت، چرا خدا ناباوران الان با 11,000 تا زن رابطه داشته باشه هر ماهی؟ بالاخره هماهنگی زیاد وجود داره در اروپا. شما اگر اروپا تشریف دارید میبینید خیلی ساده است. این بعید میدونم چیز مبهمی باشه و کسی خدا ناباور اصلا حرام هم که نمیدونه، اتفاقا خیلی هم خوب میدونن. هم جنس بازی در این افتتاحیه فرانسه هم دیدیم، خیلی هم جنس بازا هم بودن. خب خیلی هم با 200 مرد دیگه رابطه داشته باشه. با حیوان رابطه عاشقانه ما الان میبینیم در انگلیس جای دیگه رابطه عاشقانه هست. برچه پاسخ ندادید، خب شاید انتخاب با خود، ما اجبار نخواهیم کرد. اما شما گفتید که ام الولد هیچ مهریه‌ای دریافت نمیکنه، درسته؟ من از وقت خودم این سوال رو از شما میخوام بپرسم، درسته؟ هیچ حقی ام الولد نداره در اسلام، درسته؟ خیر عرض کردم کنیز بدون مهر باش هم بستر میشن، نه مالی بهشون تعلق میگیره، نه مهری، نه ارزم به خدمتون ارثی شاملشون میشه، بجز اون کنیزانی که صاحب فرزندی میشن و حالا کنیه یا به هر حال لقب یا برچسب ام الولد رو دریافت میکنن. گفتم بجز اونا. بفرم. یعنی الان کنیز یا همون اسیر کنیز که باش ازدواج میشه و ام الولد میشه حقوق داره یا نداره؟ مهریه چیزی حقوق بهش پرداخت میشه یا نمیشه از اسلام، از نظر اسلام؟ کلی بگیم کنیز بله؟ هیچ عنوان، اما محض اینکه صاحب فرزندی شد لقب برچسب ام الولد رو دریافت میکنه، در اون شرایطشون فرق میکنه، شاملشون میشه. احسن. ما پس خدا را شکر، پس یک مورد جدیدی الان برای ما روشن شد که اگر یک زن ام الولد شد دیگه یک سری حقوق شاملش میشه، درسته؟ بله جناب هاشمی عزیز، ولی خب اشاره کنید بسیار من همین کنیزان. اگر اجازه بدید مرحله بریم جلو. حالا من وقت منه، سوالها رو میپرسم، شما اگر نخواستین هم جواب ندید. بس بسیار خوب. ما این قضیه به این صورت به نتیجه رسیدیم که ام الولد در اسلام قانون داره، حق و حقوق بهش پرداخت میشه. مسئله کنیز گفتید هیچ حق و حقوقی نداره، اینم درست یا تجدید نظر میفرمایید؟ ببینید جناب هاشمی عزیز، کنیز در حالت کلی داریم و نه حق و حقوقی بابت کنیز دریافت نمیشه بجز اون کنیزانی که به قول معروف میشن نورچشمی، حالا چه حاکم اسلام چه صحابه کرام پیامبر اسلام، مثلا من توضیح نمیدم، در وقت خودم صحبت میکنم. آره، پس کنیزها الان با این وضعیت دو دسته شدن، دسته نورچشمی، دسته غیر نورچشمی. یا ام الولد که جدا شدن دیگه، نورچشمی و غیر نورچشمی در ام الولد ما نداریم. در کنیز یه دسته نورچشمی داریم، یه دسته غیر نورچشمی. به این صورت تفکیک کردید، درسته؟ نورچشمی ها حقوق دارن، غیر نورچشمی ها حقوق ندارن، درسته؟ آیا هاشمی عزیز سوال کوتاه اما پاسخش به قول معروف یه دریاست، با بله و نه نمیشود دریا. اقیانوس در اختیار شما. مشکل نیست، من پاسخ میدم، ولی خب وقت بدید لایو باش، وقت برنامه میشه، ولی شما اشکال نداره. این وقت
الان 16 دقیقه من وقت نمیخوام، همش مال شما. بفرمایید توضیح بدید. ای کاش پاسخ میدادید به اون سوالاتی که بنده میکردم. میرم رو سوال شما، نگران نباشید. خب من الان سوال اول شما آقای سیمرغ، من از سوال اول شما میخوام بریم جلو مطالب شما از همینجا شروع کردید، مرحله کل سوالاتون میریم. شما گفتید من یه دریایی وقت لازم دارم. اگر ما این دریای این برنامه 15 دقیقه کفاف نکرد، انشالله در دریای بعدی سوال دوم کل سوالهای شما رو ما میخوایم پاسخ بدیم. الان شما ام الولد گفتی بله اسلام بهش حقوق در نظر گرفته. رسیدین به کنیزهایی که بین نوری چشمی و غیر نوری چشمی تفکیک ایجاد شد. نوری چشمی ها حقوق دارن، غیر نوری چشمی ها حقوق ندارن. حالا اینو توضیح بدید، بعد میریم سوال بعدی که از بنده پرسیدید تا کل مشکلات و سوالها حل بشه. جناب آقای سیمرغ عزیز. ببینید جناب هاشمی عزیز، حالا امیدوارم تو همون دریایی که عرض کردی قربان خفه نشیم. این یک. دومی که اگه بخوایم کپسول خواهیم زد. بله قربان. سوالات شما 3 تاست به جز این آخری. گفتید چرا یک خدا ناباور باید با 10 یا 100 زن ارتباط داشته باشه؟ ببخشید نه فعلا این کنیز، نه ببخشید این کنیز نوری چشمی، ببخشید ما این کنیز نوری چشمی و غیر نوری چشمی، ما به این نقطه رسیدیم که کنیز فرمودید یه نوری چشمی حقوق داره، یه کنیز غیر نوری چشمی حقوق نداره. این سوال من بود از شما. حالا سوالهای قبلی هست، من اونو به اینجا رسونده بودیم. چشم. ببینید منظورم از نورچشمی و غیر نورچشمی، ای کاش بحث لایف که همسران پیامبر اسلام نحوه عدالت و هدفشون به این بیراهه نمیرفت. ببینید واژه ام الولد رو آوردید. بله، به محض اینکه ام الولد صاحب فرزندی بشه، فرزند آزاد میشه اما مادرش برده میمونه. البته شرایطی حالا از لحاظ مادی و اینا بهش تعلق میگیره، اما کنیز به جز گفتم نورچشمی و غیر نورچشمی، نورچشمی بدان معنا، مثلا کنیزیو داریم که حاکم اسکندریه مصر مقوقس به پیامبر اسلام ماریه بنت شمعون مصری قبطی اگه اشتباه نکنم داد. بله ایشون نورچشمی پیامبر اسلام بود. حالا بحث من پیامبر اسلامه. چرا نورچشمی؟ چون دختر عمر ابن خطاب باش درگیر شد. سوره 2 آیه اول سوره چیز رو داریم در این باب. عایشه باش درگیر شد چون نوبت عایشه بنت ابابکر بود، رفت اونجا و بعدها صاحب فرزندی شد به اسم ابراهیم و کنیه پیامبر اسلام از ابوالقاسم شد ابو ابراهیم. ایشون نورچشمی پیامبر اسلام بود چون باغی رو بهش داد، اونجا سکنا گزید، صاحب فرزندی شد. اما دیگر کنیزان پیامبر اسلام نه، اینجوری نبودند. یک کنیز خب ارثی پدرش بود، کارهای نظافت و دم دستی پیامبر اسلام رو انجام میداد، گاهن ادرار پیامبر اسلام رو می نوشید این کنیزان، اما حق و حقوق آنچنانی دریافت نمی کردند به جز اون نورچشمی ها مثل ماریه دختر شمعون قبطی. این از لحاظ مادی و دوست داشتن پیامبر بود، از اون باب بود من عرض کردم. اما ام الولد گفتم به محض اینکه فرزندی داشته باشه فرزندش آزاد میشه جناب هاشمی عزیز، اما مادرش همون برده خواهد موند. این از ام الولد. گفتید هم چرا خدا ناباور بایستی با 10 یا 100 زن ارتباط نه اجازه بدید، نه اون مونده، اونو میرسیم بهش. ما فعلا اجازه مسئله کنیز، سوال اول شما مسئله کنیز نوری چشمی بود، اجازه بدید. ام الولد که ما الحمدلله به نتیجه اتفاق خیلی خوبی رسیدیم. من و شما یک نظر مشترکی داریم الان که اسلام حقوق ام الولد رو در نظر گرفته، حل شد الحمدلله. گفتید که ام الولد برده باقی میمونه. این البته من اگر دلیل از شما بخوام بعید میدونم بتونید دلیل بدید و وقت برنامه به هدر میره. میتونید یادداشت بفرمایید که من یه دلیل میخوام که ام الولد برده باقی خواهد موند. حالا بماند. گفتید کنیز نور چشمی و غیر نور چشمی و ماریه پیامبر خدا باقی بهش داد و به بقیه نداد. ما به این نقطه رسیدیم. صحیح فرمودید، یعنی این پیامبر تبعیض قائل شد بین نوری چشمی ها و غیر نوری چشمی ها. و اون باقی که به ماریه داده شد تحت چه عنوانی بود؟ جناب هاشمی عزیز گفتم باقی داد که نابگزیند. ببینید بیننده ها داره خرد هستند، خوشبختانه همگی ما داره شعور هستیم.
گفتم سکنا گزید، در حالی که دیگر کنیزان حالا دم دست پیامبر اسلام بودند یا دم دست همسران پیامبر اسلام بودند، اما ماریه بنت شمعون قبطی مستثنا بود. باقی که یکی از صحابه، حالا حضور ذهن نداشتم چون دیشبم یه دفعه بود این مناظره. بله بسیار خوب. البته دیشب یه دفعه بود، میتونستید نپذیرید. یعنی ما شما را آقای سیمرغ عزیز و نازنین، ما شما را وادار نکردیم برای مناظره. ما با شما به وسیله یکی از دوستان تماس گرفتیم و حضرت عالی پذیرفتید این درخواست. اگر نمیپذیرفتید ما که شما را وادار نمیکردیم. حالا اومدید. بر صورت متشکرم. بله خواهش میکنم، نظر لطف شماست آقای سیمرغ. من بیشتر خوشحالم بابت این اتفاق. خب ممکنه اون رفرنس در مورد باغی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماریه هدیه داد اون رو بفرمایید، چون در کتب تاریخی روایات جعلی و ضعیف زیاد اومده. اون روایت رو بفرمایید لطفاً. ببینید جناب هاشمی عزیز، دیشبم عرض کردم شرایط به گونه‌ای هست که منابع دم دستم نیست، اما از حفظ میتونم از تاریخ بگم خدمتتون. هم در سیرت النبوی ابن هشام هست، موجود ذیل شرایط سال 7 هجری به بعد، سال 8 اوایل سال 8 و مغازی واقدی هم به صراحت گفته شده. جایی که صاحب فرزندی میشه اونجا با صراحت گفته شده. اگه وقت به میدید 2 دقیقه کفایت میکنه تا منابع تاریخی صدر اسلام رو خدمتون بیارم، از جناب واقدی، از طبری، از تاریخ ابو زرعه دمشقی، از سیرت النبوی ابن هشام هست یاده. خب بسیار خوب. ما این طلب ما باشه، برای اینکه الان فرمودید در شرایطی نیستید که دلیل ارائه بدید و منبع دم دستتون نیست. هر وقت منبع دم دستتون، این طلب ما خواهد بود که ما میخوایم قضیه روشن بشه برای بینندگان عزیز. و در کتب تاریخی ما مسلمانان تاریخ رو غربال کردیم، روایات جعلی رو کلن کنار گذاشتیم. حالا موضوعی که حالا بحث پیش میاد، فرمودید که چون مدرک در اختیار، کتاب در اختیارتون نیست، من نمیدونم چطوری الان از شما بپرسم. فرمودید که در طول مسیر رسول الله از صفیه درخواست زفاف کرد اما صفیه نپذیرفت. ممکنه یه سند معتبر برای این بیارید؟ البته بعید میدونم الان دم دستتون باشه. ببینید جناب هاشمی عزیز، نه مشکلی نیست. شرایط لایف ما بحثمون رو به جای دیگه بردیم. بله، مهر صفیه آزادی صفیه بود و 2 بار در راه بازگشت از خیبر به سمت مدینه 170 کیلومتر، 170 اندی کیلومتر فاصله بود. بار اول درخواست زفاف میکنه، نمیپذیرد. بار دوم ایشون رو بنا به تعبیری حالا زیبا میکند. ام سلیم، در حال اینا رو بایستی خودتون اشراف داشته باشید، ام سلیم مخصوص این کار میشه، ایشون رو ترگل مرگل میکنه به حجره ای که 2 تا عبای عربی رو به 2 تا درخت میبندن در 6 میلی فاصله خیبر به سمت مدینه و ایشون شب تا صبح با عرضم به خدمتون صفیه بنت قیه ابن اخطب. از شما من ببخشید، من قصه رو نخواستم چون بیان فرمودید. گفتم شما دلیلی برای این منبعی، رفرنسی، کتابی هست که این مطلب رو با سند صحیح ذکر کرده باشه؟ من خدمت شما گفتم که روایات، قصه های تاریخی، مثلا در مورد همین مهسا امینی، خب رژیم میگه نه خیر این خودش افتاد و مرد، مردم اپوزیسیون که میدونن زدن به سرش شهادت. در همین زمان ما این روایت تاریخی وجود داره. بحثمون رو، من سوالم اینه که الان این مطلبی که شما ذکر کردید در مورد درخواست زفاف، یک منبعی، اگر میتونیم اینو یادداشت کنیم که الان دم دستتون نیست، برای فرصت بعدی اگر دم دستتون هست بفرمایید. قصه رو نمیخوام بازگو کنید، از کجا نقل میکنید؟ حدیث معتبر هست، روایت معتبر هست. در کتب تاریخی ما تفکیک کردیم، یک سری روایات در زبالدان ریختیم. بله ببینید جناب هاشمی عزیز، حدیث از شیخ بخاری میخواید یا از منابع تاریخی مثل به هر حال سیره ابن هشام میخواید بگم خدمتون، یا از هر کدوم دوست داشتید؟ یک روایت معتبر از هر کتابی که دوست داشتید. چشم، شما صحبت کنید، من 1 دقیقه بهم فرصت بدید، میارم خدمتون. به جای یکی چند تا میارم. پس من بسیار خوب، پس اجازه به اتاق فرمان بیشون وقت بدید تا منابع خودشون رو بیارن.
البته به این صورت نیست که ما 5 دقیقه تا پایان برنامه، البته به این معنا نیست که ما اگر ایشون در این قسمت نتونستن دلیلی ارائه بدن ما بگیم که خب ایشون دیگه دلیل ندارن. ما وقت در اختیارشون قرار میدیم. هفته بعد البته بنده مناظره نیستم، از حالا تاکید میکنم برنامه مناظره کسی دیگری خواهد بود، اما 2 هفته بعد 3 هفته بعد انشاءالله ما با جناب آقای سیمرغ هماهنگ خواهیم کرد و منتظر ایشون خواهیم بود. فرصت در اختیار ایشون هست. فقط من جهت اطلاع بینندگان عزیز، خود طبری در مقدمه کتاب خودش میگه ما هر قصه تاریخی که به دستمون رسید اینجا ذکر کردیم بدون این که در نظر بگیریم این روایت معتبر است یا معتبر نیست. در مقدمه هست. اگر آقای سیمرغ خواستن من این رو خدمتشون نمایش بدم. حالا چگونه یک روایت معتبر میشه و چگونه یک روایت غیر معتبر هست؟ برای اعتبار یک روایت بایستی سلسله راویان براش وجود داشته باشه و سلسله راویان قواعد شروطی وجود داره که در اصطلاح علمی بهش گفته میشه متصل سنده به نقل العدل الضابط الى منتهى من غیر شذوذ ولا عله. این که اتصال سند حاصل بشه، در واقع شاگرد از استاد تا بره تا کسی که شاهد بر ماجرا بوده، نه اینکه فرض بفرمایید خب یک شخصی 500 سال بعد بیاد بگه که بله این اتفاق 500 سال قبل رخ داده. خب دیگه نمیشه. مثلا فرض بفرمایید من الان بیام بگم که آقا من دیدم امیرکبیر اینطوری مثلا کشته شد. تو کجا دیدی امیرکبیر اینطور کشته شد؟ خب روایت من اعتبار سندی نداره. یا من بیام بگم که بله مهسا امینی با لگد به گردنش زدن، به سرش زدن و شهید. به من میگن خب مدرکت کجاست؟ هر چقدر هم باب میل اپوزیسیون بگم، در منابع خبری امروز یک سری قواعد وجود داره. در بحث روایات هم این قواعد وجود داره. جناب آقای سیمرغ عزیز و نازنین که ما انشاءالله دوست داریم در این باره مطلب مطرح کنید. گفتید که جوبیر مال و اموال بیشماری. خب بازم این من برم جلو، شما خب الان دم دستتون به نظرم نباشه هیچ کدوم از این. امیدوارم از ما ناراحت نشید آقای سیمرغ عزیز، چون ما بنابر این داریم که دین را بر اساس مدرک و شاهد بگیریم. بله پیش آمده مواردی ما به صراحت حتی اگر علیه خودمون هم باشه اون رو مطرح خواهیم کرد. رسول الله یک انسان بود. گفتی در مورد قضیه زید و زینب بنت جحش همسر زید بعد از طلاق باش ازدواج کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله یک انسان بود. انما انا بشر مثلکم. غریزه داشت. کسی تا حالا نگفته رسول الله سنگ سیاه بود، یک انسان بود. بله غریزه داشت. و اگر ما بیایم در عرف جامعه نگاه کنیم، سلاطین وقت هزاران زن داشتن و حرمسرا داشتن و غیر ذالک داشتن. خود یزدگرد وقتی که فرار کرد بعد از در واقع فتح اسلامی 3-4 هزار تا حشم و خدم باش بود. حالا پیش اینجا مطرح میشه این پیامبر اسلام که این همه شهوت داشت، آقا شهوت فقط در زن و این خلاصی میشه؟ خب چرا کاخ و قصر برای خودش نساخت؟ چرا این همه سرمایه‌دار و اموال زیادی برای خودش جمع نکرد؟ آیا رسول الله اگر در خوشگلترین خانه مکه و مدینه رو میزد بعد از اینکه همه جا فتح شده بود بهش نمیگفتن؟ اصلا رسول الله میرفت 1000 تا زن انتخاب میکرد برای خودش. کسی میگفت چرا این کار؟ چرا رسول الله این کار از این شرایط استفاده نکرد؟ اصلا رسول الله که میتونست این کار انجام بده. خب بعد ایشون میاد میگه در مورد ادرار رسول الله که من البته دوست دارم خانواده های پایی برام نشستن روایات جعلی خب تا دلت بخواد وجود داره. من بیام روایات جعلی اگر تک تک الان شما میگی که من دستم نیست، مدارک دست من نیست، نمیدونم تا فرام ببین نیومدن هنوز. 2 دقیقه آقای سیمرغ عزیز و نازنین بیشتر وقت پشت خط آمدن. آقای سیمرغ بفرمایید، الان 2 دقیقه تا برام بیشتر وقت نداریم. بله ببینید آقای هاشمی عزیز، بله موضوع برنامه همسران پیامبر اسلام بود که من چندین سوال رو مطرح کردم، چند سوال رو پاسخ دادم، اما شما گفتید چرا خدا ناباور بایستی 10 یا 100 زن. من توضیح دیگه نرفتم تو حاشیه چون دیرم رسیدیم. منابعم منظور به هر حال دیشبم عرض کردم خدمت دوست عزیزمون، شرایط به گونه‌ای بود که من باور کنید 1 روز دقیقاً رسیدم این مکانی که هستم. اون منابع کتابخانه حتی لپتاپ دم دستم نبود، با 1000 بدبختی خودم رو رسوندم. اما خب متشکرم بابت هم وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، هم امیدوارم 2 هفته بعدی قبلش هماهنگی میکنیم
در حال اینجوری هم آماده تر هستیم و هم خوشحال میشم ادامه دار باشه، هم چیزها بیاموزیم و استفاده کنیم. اما یک نکته در بفرمایید عرضم به خدمت، بفرمایید. ببخشید میخوام خواهش میکنم صفحه 123 به بعد از جلد 8 طبقات کبری از ابن سعد بزرگ، اونجا چندین روایت در همون بابی که من عرض کردم خدمتون، پیامبر اسلام درخواست زفاف میکنه، برای اینکه وقت ما کمتر از 30 ثانیه، کمتر از 1 دقیقه، اون روایت برای چندین صفحه برای ما ممکن نیست. یه دونه از همون رو انتخاب کنید لطفاً، سندش معتبر باشه. بفرمایید. 123 چون گفتید یه دونش رو انتخاب کنید، یه دونش انتخاب کنید. نمیشه. آره چندین. خب پس نمیشه، پس اجازه بدید این طلب ما باشه در بله چشم طبقات کبری. یه دونش رو بخونید. حالا من اگه سلسله راویان رو حالا از اون باب بررسی کنیم هم وقت میره، 30 ثانیه هم نمیرسیم قربان. آره. در حال ممنونم. نه سلسله راویان نمیخواد، اون روایت رو بخونید. طبقات کبری رو بله، جناب محمد ابن عمر واقدی ما رو گفت اسامه ابن زید ابن اسلم از فلان و فلان میرسه، انهاش تا عثمان ابن سلیمان ابن ابی حسمه میره میگه در راه، حتی بس اون خواب صفیه که چشمش شاهد بر جریان کیه؟ راوی که جریان رو نقل میکنه کیه؟ اون کسی که داره ماجرا رو نقل میکنه باید در زمان رسول الله باشه دیگه. بله از شخص آخری رو بخونه. یه راوی اصلیه، سنان راوی اصلی این عرضم به خدمتون روایته. سنان که میشه مادر سبیته دختر حنظله، ایشون از مادر شنیده که اونجا کنیز بوده و با صفیه بنت قیی ابن اخطب به هر حال ایشون رو چیز کرده تا حجره پیامبر اسلام. صفحه 123 جلد 8 از طبقات ابن سعد. خب بخونید اتاق فرمان اگر ممکنه 30 ثانیه وقت این آخر روایتشو بخونید روایت رو. بله بخونم، مشکل نیست. بله مختصر اون بخش اشاره، چون وقت ما پایان رسید. آره خب وقت نیست، عجله منم. بخونید اشکال نداره. پس از آن که بله پیامبر اسلام اسرا رو میارن، هر غنیمتی برگزیده ای مقرر بود و ایشان در جنگ خیبر صفیه را برگزید. پیامبر به او پیشنهاد کرد که اگر مسلمان اینا میره خوابش رو تعریف میکنه، چون نمیرسیم 30 ثانیه جناب هاشمی عزیز. حالا پیامبر رانش رو خم میکنه، صفیه پاشو روی رانش میذاره، میرن به سمت نه قصه رو بازگو نکنید. من نمیخوام قصه اون جمله رو بخواهش میکنم. این قصه ای که چیکار اون جمله رو بخونید لطفاً. چشم یک لحظه تا بیارم تصویر دوستان ببینن. یه لحظه اجازه فرمایید، عذر میخوام. جمله رو بخونید آقای سیمرغ عزیز، تصویر جمله رو بخونید لطفاً. ببینید اونجا دوستان عزیز گفته به سوی صفیه آمد و همون ببینید بهترین زیاد و من بوی دلاوی حالا هیچی صفیه پیران کردیم و همه زیر درختی بودیم که گفته شد پیامبر همسر خیش می آید و پیامبر به سوی صفیه اینا همونی که عرض کردم خدمتون، غسل میکنه شب تا صبح هم این اونجا که چیز خاصی درش نبود، نه درخواست زفاف. شما گفتی درخواست زفاف کرده، ما الان اون روایتی که درخواست زفاف کرده کجاست؟ بله بفرمایید. نگاه کن، با صفیه به منزلی به نام تبار که در 6 میلی خیبر بود رسید، از راه کرانه گرفت و خواست با صفیه زفاف کند ولی صفیه نپذیرفت. ببینید من زوم میکنم تا دوستانم ببینند. صفیه نپذیرفت. این خود سنان این رو نقل میکنه که درخواست زفاف کرد اما صفیه نپذیرفت. بله صفیه بار اول نمیپذیرد، بار بعدی حالا ایشون رو به قول معروف اصلاح میکنن و به همون حجره میفرستند. و این فقط یک روایته، چون ابن سعد خودتون اشراف دارید روایت های دیگه از اشخاص دیگه مثل ابو ایوب انصاری دیگران هم آورده. این فقط یک به هر حال من از بخاری اینا هم میانم خدمتون، ولی عرض کردم نه فعلا همین طبقات ما الان تو همین طبقات شما حضرت علی درش موندید. جناب آقای سیمرغ عزیز، نیاز هست شما سندش رو که من خدمت شما عرض کردم
قصه هایی که ذکر شده بایستی با سند معتبر باشه، وگرنه در کتب ما که بله من خدمتتون روایات جعلی تا دلت بخواد وجود داره، اما قرار نیست ما مثل جارو برقی هر چیزی که در مسیر قرار گرفت رو همه ببریم بالا. نیاز هست همه اینا بررسی بشه. الان شما این رو از طبقات کبرا خوندید، کسی نگفت که طبقات کبرا حدیث صحیح بخاری صحیح است و نیازی به بررسی داره. به هر صورت ما درخواست ما باقی هست و ما منتظر خواهیم موند تا اینکه شما در 2 هفته بعد 2 هفته بعد شما این رو به ما در واقع ارائه بدید. بله. چشم جناب هاشمی عزیز، سعی کنیم پیرامون موضوع انتخابی صحبت کنیم، لایو به بیراهه نره، چون حداقل یه ربع زمان میخواد تا من بیام بگم انس ابن مالک از عبدالله ابن ابی یحیی از فلان و از بنت حنظلیه و اینا طول میکشه جناب هاشمی عزیز تا تک تک راویان این ماجرا رو بیان کنیم که کدومشون ثقه هستند، صحت داره سلسله راویان، آیا درست گفتند یا نه، مجهول الحدیث داستان اشتباه. این فقط عرض کردم طبقات کبرای ابن سعد بابت هر موضوع یا هر شخصی یا هر روایتی چندین روایت از بابهای مختلف آورده که راویان فرق میکنن. این باعث به هر صورت جناب آقای سیمرغ عزیز، ما برای اینکه وقت آقای سیمرغ عزیز برای اینکه اگر تا کنون تصویر هم نمایش بدید ما در پایان این رو هم بگیم، همین مطلبی که در واقع در مورد ازدواج با صفیه است که جالب اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود صفیه خود ایشون نقل میکند، میگه که رسول الله به من گفت که پدرت سرسخت‌ترین دشمن من بوده و گفتم ای رسول الله لا تزر وازرة وزر اخرى، گناه کسی دیگری را به دوش نمیکشه. و بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت که اگر شما اسلام را انتخاب کردی خب شما همسر من میشی و اگر یهودی انتخاب کردی ما شما را آزاد خواهیم کرد فتلحقی به قومک، شما برید به قومت. و اگر نگاه کنید اگر شما مسلمان شدید میشید زن من، اگر مسلمان نشدید و یهودی باقی موندید شما به قومت میری. میگه صفیه میگه من گفتم ای رسول الله من اسلام برام بسیار مهم هست، یعنی پذیرفتم و راست گفتی و قبل تصدیق کردم تو رو قبل از این که به من دعوت بدی به اسلام. و خب این کل ماجرا آورده برخلاف اون چیزی که شما جناب آقای سیمرغ عزیز و بسیار نازنین نقل کردید از کتاب طبقات کبرا. به هر صورت وقت ما از وقت معمول بیشتر گذشته، حضرت علی حدود 12 دقیقه تقریبا با تأخیر تشریف آوردید، خب به همین خاطر کمی این اتفاق رخ داد. اما ما از درخواست داریم که وقت برنامه همونطور که فرمودید موضوعیت برنامه حفظ بشه، بحث همسران پیامبره، اما وقتی شما بحث موارد دیگری آوردید و اسرا و بحث قتل و کشتار و اموال و غیر ذالک آوردید، خب طبیعت حال اینه که بایستی مطالبی که مطرح کردید بایستی تحقیق بشه. خب این برنامه ادامه خواهد داشت بینندگان عزیز و جناب آقای سیمرغ عزیز بسیار ممنونم که در این برنامه با ما همراه بودید. متشکر جناب هاشمی عزیز، ممنون بابت وقتی که دادید، متشکر از عوامل برنامه‌تون و بیننده هایی که ما رو تحمل کردن، سپاسگزارم. قسمت گذشته بخش اول مناظره بود با خدا نامبر به نام سیمرغ، آقای سیمرغ، و این بخش دوم هست. موضوع ایشون انتخاب کرده و در قسمت گذشته به دلیل اینکه خب وقت کافی نبود برای طرح مباحث از ایشون ما این رو گذاشتیم که 2 قسمت بشه تا اینکه مباحثی که ایشون مطرح می‌فرمایند اشباع بشه و ما قسمت بعد اگر ایشون مایل بودن موضوعی بنده انتخاب خواهم کرد. نمیدونم ارتباط اگر با ایشون برقرار شده به من اطلاع بده. خب هنوز ارتباط برقرار نشده، تا زمانی که ارتباط برقرار میشه دیگه من ناچارم مطالبی رو ارائه بدم تا زمانی که ارتباط برقرار شده. ببینید به حمدالله اسلام چنان قوی هست که در طول 1400 سال دشمنان می آمدند و می رفتند، دشمنانی با ابزار فیزیکی علیه اسلام مبارزه می کردن، نابود می شدن، از بین می رفتن، امثال استالین و لنین و مائو و غیر ذالک
که بودن که درو میکردن دین رافیون جامعه، اونها از بین رفتن. اما اسلام 70 سال دیگه گفتن در آسیای میانه اسلام از بین رفته، اما تا اونها رفتن اسلام دوباره ندای الله اکبر در سر تا سر این آسیای میانه سر بالا آورد. و همینطور از زمان رسول الله مبارزی میشد، دوباره خب اسلام سر بالا میرد. شبیه مثل کوه فولادی نیست اسلام، که اگر یک گوسفندی یک گوساله‌ای با شاخ بخواد به اون کوه فولادین بزنه شاخ شکست نمیشه. اسلام یک مطلب رو هیچ وقت فراموش نفرمایید بینندگان عزیز، بین اسلام و مسلمان دو مقوله کاملا جدا از همه. اسلام شامل مبانی است، مسلمان افرادی هستند مثل من مسلمان. خب نمیشه شخص حکم کنه بر اسلام بنا به این که این فرد مسلمان این کار رو داره انجام میده. اگر تا ارتباط برقرار شد به من اطلاع بدید تا اینکه ایشون با ایشون شروع کنیم. و در طول تاریخ این اتفاقات رخ داده. مثلا ما همیشه گفتیم جنگ صلیبی ها رو هیچ وقت پای دین مسیحیت ثبت نمیشه. مجموعه از مسیحیان افراطی بودن که یک عملکرد غلط انجام دادن. یا مثلا جنگ هیتلر که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم نمیشه پای دین ثبت کرد. و امروز در اسرائیل یا نتانیاهو که این گونه این اتفاق داره در فلسطین صورت، ما این پای دین یهودیت ثبت نمی کنیم، چون خیلی از یهودی‌ها با این اقدام مخالفن. و همینطور در اسلام ما معتقد نیستیم که در طول 1400 سال از مسلمانان اشتباهی سر نزده باشه. خب ارتباط برقرار شد، من دیگه ادامه نمیدم. جناب آقای سیمور خوش اومدید. من برای اینکه ارتباط برقرار نشده بود و ما منتظر شما بودیم من مقدمه ارائه دادم. مقدمه قبل از اینکه ورود پیدا کنیم مباحثی اگر دارید میشنویم و بعد از این ورود پیدا خواهیم کرد. البته نظر من این است که به دلیل اینکه این قسمت دوم مناظره و ادامه قسمت گذشته است، هر کدوم از ما طرفین 4 تا 5 دقیقه به گذشته، مباحث قسمت گذشته ارائه خواهیم داد و شروع میکنیم به مبحثی که در این قسمت داریم. لازم به ذکر است این آخرین قسمتی خواهد بود که در مورد همسران پیامبر بهش میپردازیم، مگر این که ما در پایان برنامه باز هم ببینیم که مباحث اشباع نشده، خب میریم قسمت سوم و چهارمش هم میریم. در غیر این صورت در این موضوع این آخرین قسمت خواهد بود. بفرمایید مقدمه از زبان شما میشنویم و میریم مروری بر قسمت گذشته خواهیم داشت. 5 دقیقه در اختیار شماست. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و عوامل برنامه‌تون. جناب هاشمی عزیز متشکر بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. خب موضوع مناظره قبلی مشخص بود. هدف از ازدواج‌های پیامبر اسلام چه بود؟ و ارزم چون من میخوام مستقیم بریم سر اصل مطلب و به بیراهه نریم. اگه اجازه بفرمایید من شروع کنم فرصت خودم، اگر بهم اون وقت 5 دقیقه رو میدید شروع کنم جناب هاشمی عزیز. بفرمایید. 5 دقیقه شما شروع شده و 20 ثانیه از 5 دقیقه شما رفت. یا میتونید اتفاقا 5 دقیقه رو از نو شروع کنید. 5 دقیقه رو از نو شروع کنید تا اینکه شما 5 دقیقه خودتون رو بفرمایید. بله مشکل نیست، ممنونم. آقای هاشمی عزیز، یکی از ایرادات ما چنانچه که در هفته پیش عرض کردیم خدمتون بحث تعدد زوجات پیامبر اسلام هستش که سوال پرسیدیم هدف از این ازدواج ها چه بوده که جناب عالی فرمودید بنا به تحکیم قبایل و مسائل سیاسی بود. ما ایراداتی گرفتیم، گفتیم ازدواج با دختر بچه 6 ساله ام المؤمنین عایشه آیا هدف سیاسی بوده؟ آیا بابت تحکیم مسائل قبیله‌ای بوده؟ خب به هر حال پاسخی دریافت نکردیم. بحث سوده رو آوردید و ما عرض کردیم در اون هیته و البته این جلسه اضافاتی بکنم. در اون دوران پیامبر اسلام تحریم شده بود، یعنی هیچ کس در مکه به پیامبر اسلام همسری نمیداد. سود بیوه بود، شوهرش سکران ابن عمرو از اسلام روی گردان شده بود و فوت کرده بود بنا به واسطه‌گری شخصی به اسم خوله بنت حکیم که بعدها خودش رو هبه میکنه به پیامبر اسلام، یعنی خودش رو میبخشه، نفس خودش رو به پیامبر اسلام میبخشه، ازدواج میکنه، یعنی پیشنهاد میده به پیامبر اسلام که یک دوشیزه و یک بیوه با کدوم راحتری که پیامبر اسلام هم عایشه ام المؤمنین
رو که در آن هنگام 6 سال داشت عایشه به هر حال عقد میکنه و در 9 سالگی ارزم به خدمتون با ایشون زفاف میکنه در مدینه، در حالی که خودش 54 سال سن داشت. در اون دوران همسری رو نمیتونست اختیار کنه پیامبر اسلام به جز سوده. اگر غیر از این است شما میتونید اسامی اشخاصی که مسلمان بودند رو به بنده عنوان کنید. و یه سوال دارم خدمتون جناب هاشمی عزیز، ممنون میشم یادداشت بفرمایید و پاسخ بدید. اگر من سوء تفاهم پیش نیاد البته، چون میخوام یک مسئله رو بگم. اگر جناب عالی یا هر شخص دیگه‌ای صاحب فرزندی بشه، یک دختر زیبا 6 سال داشته باشه و اگر این دختر شما یک پیرمرد 54 ساله 50 ساله به بالا بیاد خواستگاری کنه، آیا حاضری دختر خودتون رو به عقد نکاح این شخص در بیارید یا نه؟ اگر میپذیرید فبها، و اگر نمیپذیرید که خلاف سنت پیامبر اسلام عمل کردید. احادیث بیشماری رو هم داریم که ام المؤمنین عایشه 6 سال داشته و خودش اقرار کرده. الاقرار سید الادله. روایت صحیح بخاری داریم، روایت 5133 5134 3894 3896 ارزم به خدمتون. صحیح مسلم 1422 الی ماشاءالله روایت ها در این باب بسیار است که خود ام المؤمنین عایشه عنوان میکنه که من با عروسک ها بازی کردم. هر کدومو که دوست داشتید من میتونم خدمتون بیارم و هم عربی و هم فارسی اون رو عرض کنم خدمتون. این یک سوال که ممنون میشم پاسخ بدید. و یک ایراد دیگه گرفتیم که بابت زینب بنت جحش بود، دختر عمه پیامبر اسلام و عروس پیامبر اسلام، یعنی همسر زید بن حارثه یا زید بن محمد، چون زید رو فرزند خوانده پیامبر اسلام میدونستن. چرا پیامبر اسلام با عروس خودش ازدواج کرد در حالی که میتونست با آوردن یک آیه به مسلمانان بگه که از این به بعد میتونید با همسران فرزند خونده های خودتون ازدواج کنید، نه اینکه عملی به قول معروف انجام بده و یک آیه‌ای رو جهت توجیه این کار بیاره. سوره احزاب آیات 33 به بعدش به هر حال جناب عالی اشراف دارید. این سوال دوم هست، نمیخوام به هر حال سوالات زیاد بشه. متشکرم. اگر وقت مونده به هر حال بذارید برای تایم های بعدی. ممنونم. بسیار ممنون، بسیار ممنون. شما 1 دقیقه وقت دارید، میتونید این رو سیو کنید، پس انداز ذخیره کنید برای فرصت های بعدی. من مرور خواهم داشت برای قسمت گذشته، چون ما مطرح کردیم شما سوال پرسید که هدف تعداد همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیست. ما مفصل توضیح دادیم، گفتیم از اون جایی که سیستم قبیله‌ای در بین عرب‌ها بسیار محترم و یا مقدس حتی بود، در بین عرب‌ها تقدس عربی و نه تقدس شرعی. به همین خاطر اگر بحث ازدواج به امروز در بین بلوچ‌ها در بین عرب‌ها هنوز این سیستم قبیله‌ای وجود داره و رسول الله با زرنگی تمام برای اینکه می‌خواست جلو خونریزی بگیره، جلو ناامنی بگیره، جلو جنگ و قتل و کشتار بگیره، این ازدواج‌ها با قبایل مختلف صورت می‌گیره. وقتی این ازدواج صورت می‌گرفت طبیعت حال دیگه اون فرد قبیله میگفت که این داماد ما هست و ازدواج با داماد رو در واقع جنگ با قبیله‌ای که داماد درش بود با اون رو جایز نمی‌دید. خیلی سخت بود، خیلی راحت نبود، به تعبیر خیلی ساده تر. پس این یک حکمتی که رسول الله به دلیل اینکه نمیخواست خونهایی ریخته بشه. موضوع دوم که رخ میده، رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی ما ازدواج‌های رسول الله رو نگاه می‌کنیم، وقتی 25 سالی بود با خانمی 40 ساله ازدواج کرد، در حالی که میتونست یک دختر خیلی جوان بگیره. بالفرض اون هیچ. بعد از این که پیامبر خدا شد، در هر خانه‌ای که میزد نه این که با افتخار بلکه تا 10 نسل بعد میگفتن بله عمه یا خاله ما ام المؤمنین هست. امروز فرض بفرمایید این رونالدو نمیدونم فوتبالیستایی که وجود داره، اگر خواستگار یکی از این دختران حالا ایرانی یا غیر ایرانی بیاد، 100% مطمئنا غالبا یا 90% کسانی که هر چقدر حالا دیندار نباشن این رو میپذیرن، برای یک افتخار میدونن. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر خدا، آخرین پیامبر خدا، برای همین محرز بود، در هر خونه میزد میتونست نبش نمیگفتن و رسم بود. سلاطین اون وقت عرف اون بود که سلاطین
غالبا سلاطین 300 و 400 و 1000 و 2000 بالا پایین زن و کنیزکان و غیر ذالک داشتن این خیلی، اما رسول الله از این کارت خود استفاده نکرد. همسران رسول الله برید مطالعه کنید تا ببینید که همسران رسول الله صلی الله علیه و آله در چه سنهایی بودن. موضوع سوم که من در خدمت گذاشته مطرح کردم، گفتم که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما معلم بود، برای ما راهنما بود. معلم و راهنما در حوزه در مسائل عمومی از قبیل نحوه نماز، نحوه روزه، نحوه حج، نحوه عبادات برای مردم میدیدن و محدودیتی وجود نداشت. اما اعمال خصوصی رسول الله از قبیل غسل و مسائل خصوصیش خب بایستی شاگردانی داشتن که به نحوی ارتباط داشتن حلال بر پیامبر خدا بودن، و اگر یک شاگرد داشت خب چه بسا اون فراموش میکرد، چه بسا به هر دلیلی علم غیب که رسول الله نداشت، چه بسا از دنیا میرفت. پس این تعداد شاگردان به 9 10 11 رسید تا اینکه کل اعمال خصوصی رسول الله را ثبت و ضبط کنن و به مردم تعلیم بدن. همین اتفاق هم رخ داد. این در قسمت گذشته ما مفصل مطرح کردیم. شما در قسمت گذشته اشاره به حدیثی کردید، حدیث ضعیف که در سلسله راویانش شخصی به نام واقدی وجود داره که ما در قسمت گذشته من خدمت شما عرض کردم که این حدیث ضعیف هست. به هر صورت حالا در احادیث در کتب تاریخی ما احادیث ضعیف زیاد وجود داره. رسیدیم به این مسئله و سوال که شما مطرح فرمودید. گفتید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله با عایشه کودک که بود ازدواج کرد. به صورت قد بله، اقوال قوی‌تر بر اینه که حضرت عایشه 9 ساله بود، اما اقوال دیگری وجود داره که حضرت عایشه 18 ساله بود. یکی از این اقوال اینه که در کتب تاریخ اومده که همه فرزندان ابوبکر قبل از بعثت رسول الله متولد شدن. قولی دیگری وجود داره که حضرت عایشه نقل میکنه من در خانه نشسته بودم، سال 4 5 بعثت بود که حضرت رسول میوارد منزل ما شد و با پدرم مشورت کرد برای رفتن به حبشه. به هر صورت این اقوال نشون میده که ما اگر کنار هم بگذاریم و یا فاصله سنی بین حضرت عایشه و حضرت اسما، فاصله سنی بین حضرت عایشه و حضرت فاطمه که نشون میده حضرت عایشه، این قول که معتقدن حضرت عایشه 17 یا 18 سال داشت، اما ما فرض رو بر همون 9 ساله‌ای که شما فرمودید میگیریم. اگر شما به من گفتید که آیا شما این کار رو برای خانواده، من با افتخار این کار رو انجام میدم. البته اگر فرزند من به سن بلوغی رسیده باشه، چون خب اگر به سن بلوغ رسیده باشه خودش از نظر شرعی بلوغ خودش قدرت عقل و تصمیم گیری بهش میده. حالا چه کسی آمد سن 18 ساله را قدرت مثلا شما امروز 18 ساله است، اگر به 200 سال پیش برگردی در همین جوامع غربی محدوده 18 ساله کی قانون گذاشته شد؟ قانون وحی از کجا آمد این 18 ساله؟ یعنی اگر 17 سال و 364 روز داشت آیا اون نمیتونه تصمیم بگیره؟ حتما باید مثلا 24 ساعت دیگه بگذره. پس این 18 سال از کجا آمد؟ سن بلوغ در اسلام سن بلوغه و در سن بلوغ 9 سالگی اگر تا من قرض میگیرم از قسمت بعدی با عرض پوزش آقای سیمون را اگر اجازه میدید، وقت من تمام شده، 1 دقیقه من بدهکارم. در قسمت بعدی من 3 دقیقه بیشتر صحبت نخواهم کرد، لطفا 1 دقیقه من بیشتر وقت بدید اگر آقای سیمون اجازه میدن. به هر صورت و این محدوده سن در شریعت اسلام بلوغ سن گذاشت مرحله چیز هست. بر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم خب حضرت عایشه به سن بلوغ 9 سالگی دختر به سن بلوغ میرسه و ازدواج کرد. حالا من مطالب دیگری مطرح کردید که گفتید خود اون زن خودش رو به عنوان هبه به پیامبر تقدیم کرد. خب اشکالش چیه؟ امروز به عنوان مثال خیلی از زنان، یکی از این خداناباورها که در قسمت گذشته من مطرح کردم که آقا اگر یک مرد یا زن خداناباور با 30-40 تا مرد ازدواج بکنه یا با مثلا روابط عاشقانه با حیوانات داشته باشه یا همجنس باز باشه، آیا محدودیتی وجود داره؟ خب بله، شما میگه برای پیامبر اسلام جایز نیست که پیامبر اسلام 9 تا 10 تا زن داشته باشه. برای خداناباور چطور؟ الان یک کلیپ من خدمتتون پخش میکنم. دختری در همین انگلیس میگه من جشن تولد خودم با 40 مرد رابطه برقرار کردم. مجری میپرسه آیا تونستی این راه بری؟ بعد با عرض پوزش از این میرندگان عزیز کلیپ رو پخش کنید. میگه من در یک روز تصویر نمایش به اتاق فرمان، میگه در یک روز من با 40 مرد روز جشن تولد خودش 40 men in one day. 40 men in one day. دقت فرمایید، میگه 40 مرد در یک روز. من دوباره تکرار نکنم، از اولش میذارم تا ملاحظه بفرمایید. 40 men in one day. میگه 40 مرد در یک روز. That was my birthday. میگه اون روز جشن تولد من بود. For myself. میگه برای خودم میخواستم هدیه بدم. I'm surprised you could walk after that.
میگه آیا بعد از اون مشکل نداشتی؟ به هر صورت خب این یه خدا ناباوری با 40 من متشکرم. شما گفتی که وقت نداره، خدا ناباوری اجازه نمیده. الان برای این خانم خدا ناباور اجازه پیدا شد، میگه 40 مرد در یک روز، حالا اگر 365 روز باشه بتونه رکورد بزنی که وحشتناک میشه. خب وقت من 2 دقیقه فکر کنم وقت گرفتم، من 2 دقیقه بدهکارم و من سوالم از شما این میپرسم، این خدا ناباور و اون که آیا در جامعه مکه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این اقدامات رسول الله بد بود یا خوب بود یا اصلا معنایی نداشت؟ یعنی منظور که نمیشه بگیم که بد بود. آیا میتوان گفت که در زمان رسول الله این ازدواج های رسول الله عمل بدی بود؟ بفرمایید. بله، ببین جناب هاشمی عزیز، پس شما پذیرفتید که ایرادی نداشته پیامبر اسلام با وجود اینکه 54 سال سن داشتند، بنا به تعبیر یک پیرمرد بودند در اون دوره، با یک دخترک 6 ساله عقد کنند و عرضم به خدمتون حالا در 9 سالگی بنا به تعبیر ابن هشام، عبدالملک ابن هشام 10 سالگی، حالا 9 یا 10 فرقی نمیکنه. ما عرض کردیم روایات بیشماره و شما پذیرفتید که ایرادی نداره و در اون دوره همچین مسائلی بوده. ببینید جناب هاشمی عزیز، شما دارید پیامبر اسلام، پیامبر نور و رحمت، پیامبر که خاتم هست، فخر کائنات هست، از دیدگاه شما رو دارید با یک عوام، با من نوعی، با دیگران مقایسه میکنید. ما عرض کردیم بر اساس روایات بیشمار، یکیشو بخونم خدمتون، روایت 5133 که خود ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها داره بیان میکنه، عن عائشه ان النبی تزوجها وهي بنت 6 سنین و ادخلت علیه وهي بنت 9 و مکثت عنده 9. یعنی پیامبر، من به قول معروف میگه من 9 سال داشتم، 6 سال داشتم که پیامبر اسلام با من زفاف کردند و در 9 سالگی عرضم به خدمتون با من عقد کردند و در 9 سالگی با من زفاف کردند. خود ام المؤمنین به هر حال اقرار کرده، روایت به ایشون ختم میشه، در صحیح بخاری هم هست و کسی نمیتونه ایرادی بگیره از شیخ بخاری. روایات در این باب الی ماشاءالله. ببینید کاری نداریم که در اون دوره در عربستان یک عرف بوده، حالا با دختران ازدواج میکردن، چون پیامبر اسلام دختران خردسال خودشون رو به حالا فرزندان ابی لهب دادن، اونا رو طلاق دادن. ارزم به خدمت یکی پس از دیگری عثمان بن عفان خلیفه ثالث میگیره، همچنین علی ابن ابی طالب دخترک 9 ساله خودش رو به عمر ابن خطاب خلیفه دوم میده و از این طرف به قول معروف این رسم بوده جناب هاشمی عزیز. اما این رسم آیا می شود پیامبر اسلام رو در دایره این عرف و رسم در جزیره العرب در صدر اسلام محسوب کرد؟ یا ایشون مجزا هستند؟ وقتی این شخص الگوی شماست، الگوی بیش از 1 میلیارد انسان هستش و جناب عالی بعد از 1000 و اندی سال، 1400 و اندی سال با افتخار هر آنچه را که پیامبر اسلام انجام داده و شما نوعی هم انجام میدید، خب چه میتوان گفت جناب هاشمی عزیز وقتی پیامبر اسلام در یک روز همزمان بعضی از روایات 9 نفر رو اعلام کردند، بعضیا 11 نفر رو اعلام کردند، یعنی پیامبر اسلام در یک روز، حالا یک شبانه روز بوده یا یک شب یا یک روز، همسران خودش رو به قول معروف هم بستر شده با 11 نفر از همسران خودشون. جناب هاشمی عزیز آیا این در دایره اخلاق قرار میگیرد یا نه؟ اگر خواستی تا من روایتش رو عرض کنم خدمتون، شماره حدیثش رو از شیخ بخاری. جناب هاشمی عزیز آیا این کار اخلاقی هست؟ آیا این کار پیامبر اسلام میتواند الگویی مناسب برای من و شما باشد؟ جناب هاشمی عزیز در یک روز 11 نفر همسر خودش رو هم بستر شده پیامبر اسلام، یا چرا بایستی بر اساس سوره احزاب فقط خود شخص پیامبر اسلام بتواند زنان خودشون رو به ایشون ببخشند؟ ما بقیه مسلمانان چه؟ صحابه چه؟ و سوال هفته پیشین هم عرض کردم چرا یک مسلمان میتواند 4 همسر اختیار کند و خود شخص پیامبر اسلام بیشتر از آنان؟ جریان چیه؟ لطفاً به هر حال ممنون میشم این 2 سوال بنده رو پاسخ بدید و چند ثانیه من بیشتر صحبت کنم ممنون میشم
در پایین ببینید جناب هاشمی عزیز، در پایین این تایم هم نمی شود شخصی که خاتم هست رو با عوام مقایسه کرد. شما دارید اشخاص دیگری رو، حالا چه انگلستان چه دیگر جاها، با پیامبر اسلام مقایسه می کنید. این کار خودتون اشتباهی به هر حال، همه بینندگان دارن میبینن. یعنی پیامبر اسلام رو دارید مقایسه میکنید با شخصی که حالا الا ماشاءالله همسر داشته، در حالی که ایشون الگوی شماست، پیامبر اسلام هست، آخرین فرستاده خداست. از دیدگاه خودتون جناب هاشمی عزیز این کار شما ایراد هست و به قول معروف اخلاقی نیست. متشکرم. بله خب تقریبا 1 دقیقه تونم فکر کنم 40 ثانیه گذشت. خب من برای اینکه مباحث یک سری مطالب رو تکرار کردید، به نظرم دوباره نیازی نیست من بهش بپردازم و میتونم تا آخر برنامه تکرار بفرمایید. یعنی حدیث حضرت عایشه 6 ساله و 9 ساله در بخش اول گفتی، در این بخش هم دوباره فرمودید. این که پیامبر الگو از یک دفعه گفتید، دوباره گفتید. این که پیامبر هیبه زنی را به خودش هیبه کرد، دوباره مطرح کردید. نمیدونم برای چی مطرح کردید، شاید به هر صورت خب هدفی در برایش هست یا شاید نمیدونم، به هر صورت پاسخ هم دادم. من همه اینا پاسخ دادم. چرا پیامبر خدا چند تا زن انتخاب کرد در حالی که شما مسلمان انتخاب نمی‌کنید، پاسخ دادم. دوباره تکرارش جالب نیست. حالا میتونید تکرار تا آخر برنامه 40 بار دیگه تکرار کنید، بنده هیچی نخواهم گفت جناب آقای سیمرغ عزیز، و من وقتم رو هدر نمیدم برای این مباحثی که پاسخ دادم. حالا شما فرمودید که پیامبر خدا بس هبه هم توضیح دادم. برای پیامبر خدا خودش رو هبه کرد و خب چه اشکالی داره امروز از نزد خدا باوری یک نفر خودش رو هبه کنه؟ حالا گفتید پیامبر شما الگو است و سنت پیامبر شما هست، شما پیامبر سنت پیامبر عمل کنید. خب شما دارید از دیدگاه ما دارید دین ما رو به خود ما تعلیم میدید. حالا این سنت پیامبر چی هست؟ ممکنه وقت من در اختیار شما اینجا توضیح بدید سنت پیامبر چی هست؟ به چه چیزی سنت میگن؟ آقای سیمرغ. رفتار، کردار و بله درود مجدد، رفتار پیامبر اسلام، کلام پیامبر اسلام و حتی سکوت پیامبر اسلام در دایره سنت ایشون قرار میگیره. اگر سوالی هست در خدمتم. اینطور نیست. ما خیلی از رفتار پیامبر، مثلا پیامبر سوار بر شتر میشد، کسی نمیگه که سوار بر شتر سنته. یا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوار بر الاغ میشد، کسی نمیگه سنته. این چی کارش کنیم؟ آقای سیمرغ. پیامبر بله صدای بنده رو دارید جناب هاشمی عزیز؟ بله صدا داریم. آره بله. سنت پیامبر در کل تعریفش اینه جناب هاشمی عزیز، رفتار، کلام پیامبر، رفتار پیامبر و حتی سکوت پیامبر رو بهش میگن سنت پیامبر. هر آنچه که انجام داده برای شما الگویی است. حالا بعضی از مباحث در دوره خودش حالا تا 200 سال پیش انجام میشده، ولی اینکه الان انجام نمیشن. الان اتومبیل جای شتر رو گرفته جناب هاشمی عزیز. این سنت ما این رو تعریف، ما مسلمانان سنت این رو متوجه، این در آیین ما مسلمانان این سنت تعریف نمیشه که شما فرمودید. بله رفتار، کردار و سکوت با یا قیدهای دیگری داره که شما اون رو من به شما حق میدم، چون غالب، ببخشید ناراحت نشید آقای سیمرغ، غالب خدا ناباورا اطلاع دقیقی از اسلام ندارن و تصور میکنن که همین رفت الان همین سوار شتر شدن آیا سنت پیامبر هست از دیدگاه ما مسلمانان؟ نه خیر قربان، شرایط عوض شده، شرایط جامعه تغییر کرده جناب هاشمی عزیز. از دیدگاه ما سنت تغییر پیدا نمیکنه. شرایط جامعه، زمان، مکان تغییر پیدا بکنه، سنت تغییر پیدا نمیکنه. این آیین ما مسلمانانه، در سنت هیچ تزلزلی تغییر رخ نمیده. من سوالم اینه، این رفتار، شما گفتید رفتار، کردار پیامبر میشه سنت. الان پیامبر خدا یک کردار داشت که سوار بر شتر شد، آیا میشه گفت اسمش سنت از دیدگاه ما مسلمانان؟ شما فرمودید که خیر. پس با اون وضعیت تعریفی که شما کردید تعریف دقیقی از سنت نیست. پس الگوی پیامبر ما اینطور که شما فرمودید هم نیست. بس من تصحیح میکنم مطلبی که شما در مورد الگوی پیامبر که به ما معرفی کردید. فرمودید که الگو، رفتار و کردار و سکوت در حوزه دین، نه در هر مسئله‌ای. ببینید رسول الله رفتار خانوادگی داشت. رسول الله ظهر مثلا استراحت میکرد، فرض بکنید رسول الله همسرانش رو میبوسید، رسول الله نمیدونم هر کاری انجام میداد. این جزء اعمالی است، اعمال خصوصی است، اعمالی است که در حوزه دین سنت بهش نام نمیگیره. آقای سیمرغ وقت من تموم شد،
امیدوار حالا به هر صورت هنوز بحث الگو و سنت باقی مونده که من در فرصت‌های بعدی ادامه خواهم داد. وقت من تموم شده، بفرمایید. ببین جناب هاشمی عزیز، موضوع برنامه همسران پیامبر اسلام هستش. هر آنچه که بنده عرض کردم در حیطه موضوع بود. من اگر تکرار کردم چون توجیه نشدم، چون شما پرسیدم آیا حاضرید حالا اجازه بدید یا ببینید همسایه شما یک دخترک 6 ساله رو به عقد نکاح یک پیرمرد 54 ساله در میارن، شما سکوت کردید، پاسخی ندادید. برای این مجبور شدم تکرار کنم. عرض کردم پیامبر اسلام الگو هست. از اون باب بود که پیامبر اسلام هر کاری انجام داده با افتخار یک مؤمن، یک مسلمان امروزه انجام میده. بله یک سری مسائل خب جای خودش داره. اگر اتومبیل کشف نمیشد، اختراع نمیشد، ارزم به خدمتون هنوز خب شتر سواری میکردن، خر سواری میکردن، ارزم به خب سنت پیامبر اسلام بوده. حالا تغییر داشته به مرور زمان، اونم مدیون علم و تکنولوژی هستیم. حالا بحث ما الگو این مسائل نیستش، بحث ما حیطه پیامبران اسلام هستش و من سعی میکنم در همون راستا رژه برم. عرض کردم پیامبر اسلام که الگوی بیش از 1.5 میلیارد هستش، در یک شبانه روز با 9 الی 11 زن خودش همبستر شده. حدیث 52:15، حدیث 268 از شیخ بخاری، صحیح بخاری، اصح الکتاب بعد قرآن، یعنی مو لادرزش نمیره. پاسخی ندادید که آیا یک انسان میتواند از جهت شهوت تا این اندازه به هر حال کامجو باشه، پیگیر باشه؟ حتی ما داریم روایت، ارزم به خدمتون یک روایتیو که پیامبر اسلام با چند نفر از صحابه نشسته بود، به قول معروف میبینه یک خانومی رو در مدینه، بلا فاصله پا میشه و میره پیش همسرش ام المؤمنین زینب بنت جحش و با پوزش، من خب واقعیت اینه، جناب شیخ مسلم گفته در روایت 1403 که پیامبر اسلام اون خانم رو میبینه و بلا فاصله برمیگرده و همسرش رو که مشغول دباغی پوست بود باش همبستر میشه. بحث من اینه که هدف از این همه همسر چه بوده؟ جناب هاشمی عزیز، شما گفتید قبیله، تحکیم سیاسی، اما تا این اندازه که اگر یک خانم رو ببینه برگرده با همسر دیگرش همبستر بشه، تا این اندازه آیا این ذیل شهوت قرار نمیگیره؟ جناب هاشمی عزیز، با پوزش، بنده نه هدفم توهین هستش نه هیچی، در کمال ادب و احترام هم دارم صحبت میکنم، اما خب من روایت ها رو عرض کردم خدمتون از شیخ بخاری و شاگردش مسلم ابن حجاج نیشابوری. اینا جزء صحاح سته هستش و کسی نمیتونه ایرادی بگیره از این دو شیخ بزرگوار. هدف من اینه که عرض کنم آیا یک انسان میتواند تا این اندازه میل داشته باشه به بانوان؟ حتی همبستر شد با، ارزم به خدمتون، ماریه قبطی، کنیزش بود، درسته کنیزش بود، حق داشت، اما نوبت حفصه بود، صاحب فرزندی هم شد، قسمی هم میخوره و بعدها سوگندش رو میشکنه. سوره تحریم آیات 1 تا 4 رو میاره، جایی که الله به پیامبر گفته چرا قسم خوردی؟ چیزی را که ما برای تو حلال دونستیم چرا بر خودت حرام میدونی؟ یا ایها الرسول لما تحرم، حالا الی آخر، من حضور ذهن ندارم آیاتشو، 1 تا 4 سوره تحریم. در خدمتم جناب هاشمی عزیز، ممنون. بله دوباره تکرار کردید، منم مجبورم یک مطلب فقط من بینندگان عزیز لطفاً عذر میخوام، من مجبورم مجموعه ای از خداناوران اینجا نمایش بدم. یک مرد با 15 زن در بین خداناباورا وجود داره، حالا بهش میرسیم. این تصویر نمایش بدید با عرض پوزش، تصویر رو کامل نشون بدید و خیلی عذر میخوام از پخش این تصویر، چاره دیگه نداریم. تصویر نمایش بدید. خب در تازه از نظر خداناباورا هیچ اشکالی هم خود عذر میخوام کافیه، ویدیو زیاد هست که خب خداناباورا
یک مرد با 40 زن با 10-15 زن خیلی طبیعی، یعنی مکتب خدا ناباوری در این اشکالی نبینه. من در قسمت گذشته گفتم حتی با الاغ، اگر با سگ، با حیوانات روابط عاشقانه‌ای باشه، من ویدیویی هست باورتون نمیشه، یک زن اینجا در اروپا زیاد میبینیم، زن با سگ نر ازدواج میکنه، پوشش لباس مردانه بهش میدن و این زیاد بود. خب اشکال نداره. حالا بحث الگو دوباره تکرار کردید. آقای سیمرغ شما نمیدونید سنت پیامبر چیست. شما گفتید که اگر هنوز مدیون علم هستیم، بله، علمی که ما مسلمانان امثال خوارزمی که تا به امروز سیستم‌های مدرن مدیون خوارزمی مسلمانه، زکریای رازی که طبابت مدیون زکریای رازی و ابن سیناست، عمر خیام، این اختراعات مسلمان اگر نبود، همین الانش هم دیدیم کرونا از این کشور کمونیست خدا ناباور چین ووهان آمد و یک مسلمان ترک مصطفی آمد و واکسن فایزر را ساخت که بشر را نجات داد از این بلایی که از سوی کشور خدا ناباورای چین آمده بود. زیاد مهم نیست. بحث سنت و الگو، شما من نمیدونم اگر میدانید که سنت چیست، خب من توضیح دادم که آقا سنت در حوزه دینه. پیامبر اگر زنش را میبوسید، اگر با زنش هم بستر میشد، اگر سوار الاغ میشد، اگر سوار شتر میشد، اگر خرما میخورد، اگر بابا این سنت نیست آقای سیمرغ. اگر متوجه نشدید هیچ کاری از دست من ساخته نیست. یعنی من اگر کوه دماوند رو ببرم جای خلیج فارس رو بیارم جای کوه دماوند، بهتر از اینه که دیگه بخوام دوباره توضیح بدم در همین مسائلی که تکرار کردم. نمیدونم چرا باید هی دوباره تکرار بشه، هی دوباره منم پاسخ بدم. پیرمرد 54 ساله گفتید باش، این 54 ساله میشی پیرمرد، خب ما هم گفتیم باشه قبول. حالا به هر صورت خودتون هم قبول دارید که حالا میگی با 11 زن همبسترشو توضیح دادم، هدف همبستری توضیح دادم، 11 زن توضیح دادم. این گفتم رسول الله در هر خانه ای میزد بهش نمیگفتن. خب نمیخواید پاسخ ما رو 3-4 بار گفتم، من بعیدم دوباره وقت خودم رو دوباره خرج این بکنم. گفتید پیامبر شهوت، گفتید پیامبر شهوت پرستی رو در روایت اشاره کرده که در شهوت پرستی کجاست این شهوت پرستی؟ بله پیامبر انسان بود، انما انا بشر مثلکم، خوابش میبرد، غذا گرسنه میشد غذا میخورد، تشنه میشد، همبسترش نیاز به شهوت داشت، بله غریزه جنسی رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، بیمار میشد. ولی جالب اینجاست که رسول الله اگر این همه شهوت پرست و مغرور قدرت بود، خب باید کاخ و قصری هم داشت. برید خانه های پیامبر رو ببینید، در کتب تاریخ اومده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینقدر خانه ها تنگ و کوچک بود که وقتی میخواست سجده بکنه پای همسرش زیر سجده بود، پا رو میگرفت سجده میکرد. خب اگر این شخص این همه حرص و طمع قدرت داشت، کاخ برای اون وقتم کاخم مرسوم بود. من خودم مدینه رفتم، کاخ کعب ابن اشرف یهودی غیر ذالک هنوز وجود داره، قلعه های خیبر هنوز وجود داره. خب کاخ برای خودش میساخت، کسی هم چیزی نمیگفت، ثروت اندوزی میکرد و غیر ذالک، به بچهای خودش بها بیشتر میداد تا به بقیه به ابوبکر عمر توجه کنه. خب با قدرت و شهوت فقط که در جنس زن نیست. بعد اگر در جنس زن بود، همین قرآن گفته به زنان پیامبر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، زیورالات خود رو نمایان نسازید. خب اگر پیامبر شهوت پرست بود که باعث برعکس میگه تا میتونید خودتون رو خوشگل کنید از این حرفا. به هر صورت امیدوارم که مطالبی که 3-4 بار پاسخ دادیم دوباره لازم نباشه. حالا مطرح کردید بکنید دیگه، کارش هم نمیشه کرد. بفرمایید فرصت بعدی در اختیار شماست. بله متشکرم. ببینید جناب هاشمی عزیز، ما اگر تکرار کردیم دوبار چون توجیه نشدیم از پاسخ جناب عالی، به هر حال تکرار نمی کنم جز مختصر. بینندگان به هر حال خرد دارند، بحث علمیه، نه نزاعی است نه هیچی. ببینید ما عرض کردیم شهوت احادیث رو آوردیم، با سند ذکر کردیم، از جیب خودمون هیچ روایتی رو بیرون نیاوردیم و یا توهینی نکردیم. ما عرض کردیم بر اساس روایت مسلم 1403 پیامبر اسلام یک زنی رو دیده، برگشته در حال همبستر شده با همسرش زینب بنت جش، در حالی که حالا مشغول دباغی پوست بود. ما عرض کردیم که پیامبر اسلام میتونست با آوردن یک آیه به هر حال دستور بده، چون نص صریح آیات یک مسلمان یک مؤمن رو ملزم میکنه به انجام اون کار، اون موضوع، نه اینکه عملی بیاد با دختر عمه خودش که عروس خودش بود، همسر فرزندخوانده خودش زید ابن حارثه یا همون زید ابن محمد، بیاد ازدواج کنه. و عرض کردیم یک شخص
تا چه اندازه میتواند حریص باشد جهت همبستری. روایتش رو عرض کردیم که در یک شبانه روز با 9 الی 11 زن از همسران خودش البته همبستر شده. روایت 5215 268 ارزم بخیر صحیح مسلم هم هست 309. این 3-4 موضوع رو آوردیم، اعلام کردیم که یک دختر 5-6 ساله آیا می شود. به هر حال شما توجیه کردید، گفتید ایرادی نداره، در اون هیته، در اون برهه زمانی همچین مسائلی بوده، عرف جامعه بوده و شما اومدید پیامبر اسلام رو مقایسه کردید با یک عامی، یک شخصی مثل من که بله پیامبر اسلام ایرادی نداره. توجیهش کردید، گفتی یک شخص هم اومده تصویر نشون دادید که بله با 10-15 نفر بوده. خب اون شخص ادعای پیامبری نداره جناب هاشمی عزیز، من ادعای نبوت و پیامبر و ماورا ندارم، اما پیامبر اسلام فرق میکنه، سواس از این مسائل. جناب هاشمی عزیز شما خودتون ناخواسته اومدید جایگاه پیامبر اسلام رو خیلی آوردید پایین، ناخواسته جناب هاشمی عزیز، و توجیه کردید که ایرادی نداره. از دیدگاه ما جناب هاشمی عزیز نه مثل اسلام که 9 سالگی بالغ میشه، ما 18 سالگی هست، چون در اون هیته هستش که مغز انسان به اون درجه از تکامل میرسه که خوب و بد رو تشخیص میده. بلوغ جسمی نزد مسلمانان ملاک است، نزد ما بلوغ فکری و جسمی، چون خرد کامل نشده تا 18 سالگی. جناب این بحث علمی هست، ربطی به موضوع نداره جناب هاشمی عزیز. و عرض کردم چرا بایستی فقط شخص پیامبر اسلام بهش هبه بشن، خودشون رو ببخشن، دیگر مسلمانان صحابه چه؟ به هر حال شما پاسخی ندادید، به هر حال توجیه کردید، من تکرار نمی کنم. جلسه پیشینم عرض کردید بحث ام ولد رو آوردید که من عرض کردم ام ولد یک کنیزی است، به محض این که به هر حال اون شخص مالکش یعنی یک زن آزاد که برادر داره، شوهر داره، پدر داره، فرزند داره، تو قبیله خودش آزادانه داره زندگی میکنه و یه گروه مسلمان در صدر اسلام در جزیره العرب رفتند اونا رو گرفتند، جزء ملک اونا محسوب میشه. بنا به سوره نساء آیه 24 که زنان شوهردار بر شما حرامند الا اونایی که تحت تملک شمان، ملک الیمین شمان، کنیز و برده شمان، یعنی حکم تجاوز به اونا رو صادر کرده بر اساس همین آیه. و به محض اینکه صاحب فرزندی بشه، بله یک برچسبی به اسم ام ولد به اونها بر پشت اونها قرار میگیره. من گفتم به محض اینکه فرزند داشته بشه، فرزنددار بشه، فرزندش خب به کنار، ببخشید یه 30 ثانیه من اضافه صحبت کنم ممنون میشم، پوزش، و خود ام ولد همون کنیز باقی میمونه. جناب هاشمی عزیز یه ایراداتی گرفتید و اینا. صحیح سنن ابو داوود روایت 3954 به صراحت اعلام کرده جزء صحاح 6 هستش و حکم حدیث هم جناب آلبانی گفته صحیح هست، یعنی در زمان پیامبر اسلام و ابابکر شیخ اکبر خلیفه اول خرید و فروش میشد. خود ام ولد به صراحت گفته امهات الاولاد علی عهد رسول الله و عمر ابن خطاب منع کرد این کارو در دوره خودش. متشکرم، ممنونم. خب 30 ثانیه اضافه گرفتید. من از آخر شروع میکنم. در قرآن دستور به تجاوز داده شده به ملک یمین، درسته؟ آقای سیمرغ اگر اجازه بدید، من شنیدم، اگه اجازه بدید این سوال رو با یک سوال کوچیک، درسته تایم خودتون هست، ممنون میشم، کنیز رو اول توضیح بدید و باشه همون که شما میگید الان باشه، همون که شما میگید آیا باشه همون که شما میگید کنیز یک ملک یمین. حالا شما در مطالب فرمودید که حکم تجاوز به اونها را صادر کرده است، این مطلبتون رو تجدید نظر میکنید و سر حرفتون هستید هنوز؟ به صراحت در اون آیه و آیات دیگه گفته نشده تجاوز کنید، اما تجاوز میکنند، چرا که آیات زیادی هست در این باب. پس و ملک و یمین، نه ما فعلا شما فرمودید که حکم تجاوز، آره نه ما پس الحمدلله که این اعتراف فرمودید که صحیح نیست، حکم تجاوز در قرآن صادر نشده، پس الحمدلله این که پس تجدید نظر فرمودید
چون خود من یادداشت کردم، متن شما رو یادداشت کردم، گفتید که حکم به تجاوز بنها را صادر کرده است. پس الان اینو تجدید نظر میفرمایید، درسته؟ آیه هاشمی عزیز، ما دو پهلو صحبت نکنیم. به صراحت در آیات عنوان نشده که تجاوز کنید ای مسلمانان. صدای بنده رو دارید؟ ببخشید من وقت شماست. بله صداتون در حال از وقت من کم کنید. بفرمایید. ببینید به صراحت گفته نشده که اون ملک، اون شخص که مالک اون میشید بهش تجاوز کنید. اما کنیز از راه جنگ کادو و ارزم به خدمتون خرید و فروش به دست میاد و میتونن بهش تجاوز کنن. سنت پیامبر اسلام بوده و خلفام انجام دادن. حالا میدونید که خود قرآن نهی کرده از وادار کردن کنیز به رابطه جنسی؟ لطف کنید آیه‌شو بیان کنید، ممنون میشم. احسن. تفسیر نمایش به اتاق فرمان. ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، و وادار نکنید فتياتكم، با لفظی آورده که دیگه در واقع مولایی درزش نمیره. قبل از اون مما ملکت ایمانکم هم هستا. این اردنا تحصنا، اگر بخوان خیشتنداری کنن و پاک دامن باشن اونها را وادار نکنید. چیکار کنیم الان آقای سیمرغ با این آیه؟ خب این آیه جناب هاشمی عزیز خودش نقض میکنه آیات سوره مؤمنون، آیات 5 و 6 سوره معارج، آیات 29 و 30 سوره نحل، آیه 75 سوره روم، آیه 38 که گفته شما میتونید کنیز داشته باشید و خب میتونید دیگه باشون هم بستر بشید، حکم اللهه. اونا رو چیکار کنیم جناب هاشمی عزیز؟ بله اجازه داده شده زمانی که طرفین اون ملک یمین راضی باشه، اما اگر راضی نباشه نهی شده. این خیلی ساده است. اگر این برصد من فکر میکنم در این قضیه جناب آقای سیمرغ عزیز، من فکر کنم شما الان این قضیه براتون روشن شد و من شما رو انسان روشنی میبینم. بعید میدونم که دیگه بخواید اصرار کنید. ببینید میتونید اصرار کنید با عرض پوزش، لجبازی، شما لجبازی نیستید ولی میتونید لجبازی کنید آقا من قبول ندارم، اما آیه صریحه میگه وادار نکنید. اونجایی که اجازه داده مشروط بر رضایت، چون نهی شد از اکراه. اگر مطلبی ندارید من مباحث دیگری برم. خدا رو شکر که این قضیه حل شد الحمدلله. اگه اجازه بفرمایید. بسیار جناب هاشم عزیز، بله بفرمایید. کلی داریم و بفرمایید. ببینید یک سری آیات دیگه در نقض همین آیه وجود داره. شما بیان فرمودید که اگر راضی هست، یعنی اون کنیز، اون برده، اون ملک الیمین در کل راضی باشه شما میتونید باش به هر حال هم بستر بشید. اینو فرمودید. خب ما داریم در همون جنگ بنی مصطلق که بله در همون جنگ بنی مصطلق بعضی از کنیزان باردار شدن. اینو چیکار کنیم؟ تاریخ گفته. الان پس نگاه کنیم، ما مسئله قرآن رو حل کردیم به حمدالله. قرآن گفته که آقا خانم ها، کنیز ها، ملک یمین رو وادار نکنید بر عمل بغا نامش نام، و اون هم بحث ملک یمین بحث اجازه است. اون قرآن حل شد. حالا میریم سراغ بنی مصطلق. اگر نمیدونم اجازه بدید بحث بنی مصطلق هم البته اتاق فرمان وقت من به پایان رسید، ها نمیدونم اجازه میدید این صورت گفتگو بریم جلو یا نه؟ وقت شما زیاد صحبت کردم جناب هاشمی عزیز، وقت جنابالی من زیاد گرفتم. شما یک دقیقه از تایم من رو بگیرید. ولی خب حالا خواستید همین مطلب رو پیش بریم، خواستید برگردیم به همون حیطه زوجات النبی. بسیار خوب. مسئله بعدی گفتید که عروس خودش رو به ازدواج خودش در آورد. آیا میدونید که دیگر این عروس رسول الله صلی الله علیه و آله با آیه قرآن نبود؟ میگفتی آیه قرآن میتونست بیاره. میدونید که آیه قرآن، وقت رو شروع کنید، میدونید که آیه قرآن وجود داره که دیگه عروس پیامبر نبود، لغو شده بود اون؟ بله زید ابن حارثه ایشون رو طلاق میده، اما خب به هر حال قبلش یه سری مسائل پیش اومده بود. نه قبل از طلاق نه قبل از طلاق اصلا این پسر بودن زید لغو شده بود. این آیه تا جایی که من اطلاع دارم شأن نزول اون آیات سوره احزاب آیات 33 به بعد زمانی هست که ایراد گرفتن از پیامبر اسلام و ایشون گفت من پدر هیچ یکی از فرزندان شما نیستم. اگه منظورتون این آیه هستش. نه این آیه منظورم نیست.
این بله این بعد آمد. اما قبل از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کنه، من خدمت ما توضیح میدم. من البته به شما حق میدم که این قضایا برای شما نامعلوم باشه. ملاحظه بفرمایید. بله این ممنون. تصویر نمایش بدید. الله قبل از این ازدواج و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، پسرخوانده های شما دیگر پسران شما نیستن. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم دیگه نیست، لغو شد. بعد ادعوهم لآبائهم، آیه 3 و 4. جالب اینجاست که همینطور که شما میرید اون آیه میاد و بحث زواج آیه 36 و این حادثه در ایام سوره احزاب واضح و روشنه. پس این نفی شد پسر بودن. اونم مطلبی که فکر کنم با این نظر در اون قضیه هم شما باید تجدید نظر بفرمایید آقای سیمرغ عزیز. بفرمایید، من وقتم تموم شد. بله متشکرم. ببینید جناب هاشمی عزیز، من بطن کار رو در نظر بگیرید جناب هاشمی عزیز. یک شخصی اومده به هر حال خونه فرزند خوانده خودش، با وجود این آیه و حالا آیات بعدی که اومده که بله پیامبر اسلام پدر احدی از شما نیست و پدر فرزندان شما نیست و نمیدونم فلان و فلان، اما خب منظورم اینه که به جای اینکه عملی انجام بده مثل آیات دیگه به هر حال میتونست یه آیه بیاره خیلی راحت بگه از این به بعد شما میتونید با همسران فرزند خوانده های خودتون ازدواج کنید، ایرادی نیست، منعی نداره از جانب الله. منظور بنده این بود که این سوال رو پرسیدم. به هر حال شما یک آیه آوردید که بله این قبل ترش بوده و عرضم به خدمتون ایرادی نداره از جانب ما، چون الله قبل از اینکه پیامبر اسلام زینب بنت جحش دختر عمه و عروس خودش، که البته اون زمان زید یه مدت قبلش زینب رو طلاق داده بود، گفتید ایرادی نداره. اما سوال بعدی، به هر حال دوستان عزیز، بینندگان محترم، بنده چندین سوال پرسیدم از جناب آقای استاد هاشمی عزیز. به هر حال شما همگی خرد دارید و میتونید در قاب قیاس بذارید پاسخ جناب هاشمی عزیز با سوالات بنده و سوالات ایشون و پاسخ بنده رو. ببینید آقای هاشمی عزیز، ایراد دیگه‌ای که من میتونم بر اساس هم حدیث و هم آیات قرآن بگیرم از پیامبر اسلام اینه که عدالتی هم بین همسران ایشون برقرار نشده، تا جایی که همسر دومش سوده بنت زمعه رو خواست طلاق بده و خب چیکار کنه؟ ناچارن اومد گفت نوبت همخوابگی خودم رو به عایشه بنت ابابکر ام المؤمنین میدم، تا جایی که حالا پیامبر اسلام صرف نظر میکنه. حدیثش 52:12 هستش و آیه قرآن هم هست در این باب جهت توجیه این اقدام پیامبر اسلام. عرض کرده حالا از جانب الله نوبت هر کدام از همسرانت رو که میخواهی به تعویق انداز. خب من نمیدونم اسم این آیا عدالتی هست بین همسران ایشون، آیا مراعات کرده پیامبر اسلام یا نه ذیل همون میل به همبستر شدن خلاصه میشه جناب هاشمی عزیز. یعنی در حال چه تعداد همسر داشته پیامبر اسلام؟ 2 بار، یعنی بیشتر از اونای دیگه به عایشه ام المؤمنین ام عبدالله سر میزد. گفتم نظر شما رو هم بدونیم در این باب جناب هاشمی عزیز. و راجب مسائل دیگه که اون سری عرض کردی و این جلسه هم تکرار کردی که جهت تحکیم و مسائل سیاسی بوده و رسول اسلام در هر خونه رو میزد بهش دختر میدادن و فلان اینا. ببینید جناب هاشمی عزیز، کنیزان که بماند به هر حال بجز یکی 2 تا که کادو داده شده بود مثل ماری قبطی فرزند شمعون قبطی که کادوی حالا حاکم اسکندریه مصر مقوقس بود، یا یکی چند نفر دیگه، ما بقی رو چی؟ صفیه بنت حیی ابن اخطب جلسه پیشینم عرض کردم، مثل جویریه که در جنگ بنی مصطلق ما میبینیم که به هر حال خیلی از مال و اموال و غنایم 100 تا 150 کنیز سهم مسلمانان میشه. جویری هم خب سهم یکی از مسلمانان میشه، میاد خودش رو نجات بده، رو میاره که اون فدیه خودش رو کم کنه. در حال پیشنهاد میده پیامبر اسلام و
ایشون هم خب در اون شرایط رعب و وحشت میپذیره. یعنی شما نگاه کنید شبیخون مسلمانان به قبیله دیگه بنی مصطلق یا حالا موریسی هم میگن بنا به تاریخ، و اونجا میشه همسر پیامبر اسلام جناب هاشمی عزیز. یعنی تعدادی از همسران پیامبر اسلام در جنگ ها نصیب ایشون شده. آقای هاشمی عزیز، عایشه ام المؤمنین که به کنار، سوده به کنار، ما بقیه رو حالا در شرایطی که قدرت دست پیامبر اسلام رسید و به هر حال یک شرایطی پیش اومد، با پوزش من بیشتر صحبت کردم، اگر وقت بود از تایم بعدی بنده کم کنید ممنون میشم، و اگر چنانچه وقت نیست تا من به هر حال قطع کنم جناب هاشمی عزیز صحبتامو. وقت ما تقریبا رو به پایانه. چون 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب الان چند مطلب مطرح کردید. اولا پیامبر خدا اگر اینقدر شهوتران، مسلمانان شهوتران بودن، برای چه حجاب گذاشتن؟ آقا میگفتن حجاب نیست. چرا حجاب؟ اصلا لخت عریان بگردید. چرا اسلام اومد و زن رو نگه داشت؟ گفت آقا تازه رسول الله نهی کرد از زنی که عطر چنان عطر بزنی که بوی عطرش در کوچه بپیچه. پیامبر اسلام نهی کرد از این که کسانی در واقع علنگوها و زیورالاتشون تکوندن که صدا بیاد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نهی کرد از این که خب این اگر مسلمانان که شما میگن شهوتران بودن، باعث بود آقا جان اصلا لخت عریان بشید مثل خدا ناباوران که دیدیم دیگه. خب این مثلا نمیدونم، حال پاسخ که میدید حتما یه چیزی ارائه میدید. خدا رو شکر در مورد عروس که هم عروس خودش بود که حل شد الحمدلله. بحث تجاوز به بردگان که الحمدلله اینم پذیرفتید که در قرآن هم ذکر شده. بحث روایت حضرت عایشه که 9 ساله بود، گفتیم که آیا در بین مردم مکه آیا این قضیه را بد میدونستن یا نه؟ خب وقتی بد نمیدونستن، الان یک سوال من از شما دارم. در کشورهای اروپایی این قانون 18 سالگی از کی قانون گذاشته شد میدونید؟ الو جناب هاشمی عزیز تکرار کنید. از چه تاریخی سن 18 سالگی به عنوان سن ازدواج، از چه تاریخی این قانون گذاشته شد میدونید؟ از کی بود؟ حضور ذهن ندارم الان، چون یه دفعه اخیراً این قبلا در همین اسپانیا 14 ساله و 16 ساله بوده. شما عقب‌تر برگردید، خب قانون الان داره بشر میرسه که آقا 18، شاید ما 10 سال بعد بگن آقا 20 سال، حالا خدا ناباوران 100 سال بعد میگن آقا جان 20 سال مدرن هست. اگر خدا ناباوران 100 سال بعد الان باشن به 18 سال مگه ممکنه؟ الان در اروپا ازدواج با دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی زشته، خیلی نکوهیده است. یه خدا ناباور ممکن نیست، ولی بین ماها عرف خیلی طبیعیه. در افغانستان در برمیگرده به عرف یک جامعه. دختر به سن 9 سالگی، من فرض بر اینکه 9 ساله گفتم، قول دیگری هست که حضرت عایشه 18 ساله وجود داشته، اقوال و دلایل خیلی قوی هم دارن، ولی من باز هم گفتم سلمنا جدلا همون 9 ساله. این 9 ساله سن بلوغ رسیده. 6 ساله شما میگید، من نمیدونم، البته اسلام سیتیزا غالبا این 6 ساله خواستگاری صورت گرفت. تازه جالب اینه که حضرت عایشه قبل از 6 سالگی هم خواستگاری داشته. فرزند جبیر ابن مطعم خواستگار حضرت عایشه بوده. من نمیدونم حضرت عایشه ظاهرا از 2 سالگی خواستگار داشته. اگر ما سن 6 سالی برچه زیاد به این قضیه فکر نمی‌کنیم. میگم همون 9 ساله در واقع به سن بلوغ رسیده. خب همینطور خدمتتون عرض کردم اروپا شما اگر 100 سال قبل برگردید 14 سال 16 سال بود، 200 سال قبل شاید 12 13 سال بود، 300 سال قبل. قانون بشر برای خودشون یه قانون وضع میکنن. این قانون الان وضع شده 18 ساله. شما 50 سال قبل 14 سال نمیدونم 200 سال من نمیدونم این. بعد گفتید سه سته، اصلا میدونید که در بین اهل سنت کتبی به نام سه سته وجود نداره؟ میدونید ما کتب سه سته نداریم. متوجه نشدم. سه سته منظور اون کتبی به نام کتاب سه سته نداریم. آره بله. ولی سه ها نیستن. ما 2 تا کتاب صحیح فقط داریم. سه سته نیستن. کتب سته هست اما صحیحین، فقط صحیح بخاری، صحیح مسلم. بسیار خوب. بله. خدا رو شکر این هم حل شد. نه عرف کلامی صحیح نیست، عرف علمی اینجا هست، بحث علمیه. ما صحیح سیاسته نداریم آقای سیمرغ عزیز. و گفتید که یک سری مسائل مطرح کردید، عدالت بین همسران ایشان برقرار نشده است. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم اولا اجازه میگرفته، اجازه وقتی میداده تمام شد دیگه. حالا بحث عدالت هست و همسران حق انتخاب داشتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم
به اونها رو مخیر میکرده. و بعد مباحثی که مطرح کردید سوالهایتون رو فکر کنم همه پاسخ دادیم. چیزی گفتیم عرف جامعه مکه آیا این رو بد میدونست؟ اگر بد نمیدونست خب رسول الله کار خوبی انجام داده دیگه، در زمانش عرف بود. و قدرت مگر فقط در زن بود؟ چرا رسول الله ثروت و خونه و کاخ و قصر برای خود نمی ساخت؟ اتاقهای پیامبر بسیار کوچک بود. و مگر از نظر خدا ناباوران کار بدی انجام داده؟ از نظر ما مسلمان که خیلی کار خوبی انجام داده، چون ما گفتیم پیامبر خدا، سنت پیامبر خدا در حوزه های ثابت شده است. ما سنت پیامبر رو گفتید که خب تعریفی کردید که اشتباه بود. وقت من تموم شده. ما تا پایان برنامه 3 دقیقه وقت داریم. 3 دقیقه، 1 دقیقه و نیم شما بفرمایید و منم 1 دقیقه و نیم بفرمایید. بله متشکرم. در حال ممنونم جناب هاشمی عزیز که پذیرفتید از دید مسلمانان و شما نوعی ایرادی نداره که پیامبر اسلام به هر حال با یک کودک ازدواج کرده و مطالب دیگه خب من نمیخوام تکرار کنم، بینندگان دیدن. و بله عرف جامعه شرایط به چه گونه است، بر اساس اون میان قوانین رو وضع میکنن. حالا بحث ما زوجات النبی است. شما گفتید حجاب و این مسائل، آیا میدونید همون حجاب، آیات حجاب چگونه اومد؟ همون سوده بنت زمعه به هر حال بابت حالا امر حاجتی داشت بیرون مدینه و خواست رفع حاجت کنه و بنا به حدیث معتبر خلیفه دوم عمر ابن خطاب سوده رو میبینه چون فربه بوده و هیکل درشتی داشته. ایشون برمیگرده میگه یا رسول الله به جهت قصد حاجت رفتم و خلیفه دوم، حالا اون زمان که خلیفه نبود، عمر ابن خطاب و دیگران من رو دیدن و این گونه آیات حجاب اومد. یعنی به اقتضای زمان و مکان در چه شرایطی چه موضوعی اتفاق می افتاد بر اون مبنا آیات هم نازل می شد. جناب هاشمی عزیز به اینم اشاره کنید. به هر حال متشکرم هم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و وقتمون ممنون. اون حدیثی گفتید حضرت عمر این اون حدیثی که فرمودید، ببخشید، اون حدیثی که فرمودید حضرت عمر با خاطر این حدیث حجاب فرض شده و این اتفاق رخ داده، اون حدیث رو بفرمایید. چشم. اول اینکه یک سوال بپرسم خیلی کوتاه، شما قبول ندارید این حرف بنده رو یا نه من حدیث رو بیارم؟ من حدیث رو شاید به هر صورت این حدیث من نرسید، چون من عالم الدهر نیستم. من از شما مدرک خواستم، نمیدونم حالا اگر ارائه نمیدید، اگر ارائه بدید ممنون میشم. میخوام ببینم، یعنی حدیث رو ببینم، اون حدیثی که شما ازش استنباط کردید. چشم. هر آنچه که من در این جلسه عرض کردم بر اساس آیات و احادیث بود، بینندگان دیدن و قطعاً بابت این هم حدیث داریم. شما صحبت کنید تا من 30 ثانیه بفرمایید. حدیث رو بفرمایید. بله بفرمایید. یه لحظه اجازه بدید حدیث رو بیارم ایشون. عرض کردم شما ادامه بدید، 10 ثانیه 20 ثانیه من حدیث رو بیارم خدمتتون. خب پس 10 ثانیه هر وقت آماده شد به من خبر بدید. در مورد ماریه قبطی گفت که قسم خورده در سوره تحریم. حدیث در این باب هم حدیث صحیحی که در واقع قطعی باشه وجود نداره. گفتند که پیامبر خدا صلی الله علیه و تکرار میکرد که هم بستر شد. خب یک انسان بود. اگر شما سنگ سیاه دونستید خب میگه بله اون وقت چگونه ممکنه سنگ سیاه این کار انجام بده؟ بعد از نظر خدا ناباورا مگر مشکلی داره این رابطه های متعدد؟ من نشون دادم یک زنی با 40 تا مرد جشن تولد گرفته، خب چیکارش بکنیم؟ از نظر ما بله حد و مرز داره و افتخار ما مسلمانین که پدران خود را میشناسیم، اما یه خدا ناباور لازم نیست پدر خود را بشناسه، چون رابطه حد و مرزی نداره. ویدیویی وجود داره، باور بفرمایید طرف در سن 60 سالگی نه 70 سالگی تو دادگاه میگه میدونی 3 تا بچه تو داری، این کدوم از این از بچه‌هایی که مال تو نیست؟ خب چرا؟ چون پایبند به اسلام نبوده. حالا کدوم یکی از شما بینندگان عزیز افتخار میکنید به اینکه پدر خودش را نمیشناسه؟ اگر شما افتخار میکنید به پدرت میشناسید، خب بایستی قانون اسلام را بپذیرید تا به اینجا برسید. نمیتونید بگید قانون خدا ناباوری به افتخار پدر شناختن نیست، ممکن نیست. من خودم در همین انگلیس باور یک از دوستان من گفت من کارمندی دارم، یه خانم کارمنده، میگه آقا بچهش دخترش حامله است هنوز مادر ازدواج نکرده. خب چیکارش میکنید؟ چون خانم به هر کوچه میره یک سلام علیکی میکنه، هر دو شب شد منزل. خب چون خدایی وجود نداره، قانونی وجود نداره، سیستم جنگلی است، بچه پدر نمیشناسه، نمیدونم اصلا خانواده تشکیل نمیشه با باور خدا ناباورا. پدر و مادر و عمه و دایی و اینا وجود نداره.
خب ما وقتمون به پایان رسیده آقای سیمرغ، از اون 20 ثانیه‌ای که فرمودیدم بیشتر گذشت. اشکال نداره، شما میتونید این رو طلب ما باشه هفته دیگه این روایت رو ارائه بدید اگر اشکال نداره آقای سیمرغ عزیز. نه میخواید تا دوربینم بگیرم، متاسفانه شانس من هنگ کرده لپتاپ، ولی خب جلد ششم هست، مطمئن هستم. آره ولی خب اشکال نداره، روند ادامه داره و اشکال نداره. ما اشکال نداره، ادامه خواهد داشت و ما منتظر هستیم. یک هفته هم فرصت دارید تا اون حدیث رو ارائه. همچنین در مورد بنی مسترق گفتید که کنیسه‌ها در طول همون بنی مسترق هم باردار شدن. اینم یک حدیثی است که شما در هفته بعد اینو حتما ارائه بدید چون مباحثی ارائه فرمودید. بسیار خوب، اتفاقات خیلی خوبی در این برنامه افتاد به حمدالله. بحث سنت پیامبر روشن شد، بحث تجاوز به زنان کنیز هم حل شد، بحث سها سته هم حل شد، مباحث دیگری که بحث حجاب هم که رسیدیم خب طلب ما شد، مباحث 18 سالگی هم خب ایشون فرمودن که در اروپا نمیدونن از کی شروع شده. ما هم گفتیم که اروپا جدیداً به 18 سال رسیده، قبلا 14 ساله بوده، همینطور که عقب برگردیم 12 ساله بوده. خب عرف جامعه به این تصمیم گرفته بوده. بحث علم و تکنولوژی هم گفتیم که مسلمانان بودن که بنیانگذار علم و اینها بودن و از خوارزمی و غیر ذالک گرفته که اساس، و مباحثی که الحمدلله بحث حضرت عایشه با عروسک باشیم که خطبی یک زنی، ما الان شاید خانمای من سراغ دارم در اتومبیلاشون عروسک آویزون میکنن، سنشون هم 35 سال 40 سال هم از، خیلی طبیعی و چیز عیب و ایرادی وجود نداره. شاهد مناظره زنده با بین خدا باور و خدا ناباور بودید. این برنامه ادامه خواهد داد. جمعه دیگه با جناب آقای سیمرغ ادامه خواهیم داد. حالا موضوع دیگه فکر کنم نوبت بنده باشه چون 2 قسمت گذشته موضوع انتخابی ایشون بود. تا قسمت دیگر که جمعه آینده باشه، خدا نگهدار، موفق باشید.